الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش سوم. آنها تقریباً همه چیز را از دست دادند. 15 داستان این بخش از وخیم‌ترین مراحل الکلیسم صحبت می‌کند. بسیاری از این افراد همه چیز را امتحان کردند. بیمارستان درمانهای ویژه، آسایشگاه، تیمارستان و زندان. هیچ کدام اثر نکرد. تنهایی، دردهای روحی و جسمی فراوان برای همگی عادی بود. برخی از آنها تقریباً در همه عرصه‌های زندگی دچار شکست و ضررهای فراوان شده بودند. برخی دیگر به زندگی با الکل ادامه دادند و برخی هم می‌خواستند بمیرند. الکلیسم به هیچ کس رحم نکرده، نه فقیر، نه غنی، نه دانا و نه بی‌سواد. همه آنها به سوی تباهی کشیده شدند و به نظر می رسید که برای متوقف کردن آن هیچ کاری نمی توانستند بکنند. آنها که حالا دیگر سالهاست هوشیارند به ما می گویند که چطور بهبود یافتند. آنها تقریباً به همه ثابت کردند که هیچ وقت برای مراجعه به الکلی‌های گمنام دیر نیست. من بطریم و کینه هایم. این دوره‌گرد که از ضربه‌ای که در کودکی خورده بود به مستی روی آورده بود، بالاخره قدرت برتری را پیدا کرد که برایش هوشیاری و خانواده‌ای را که مدت‌ها بود از دست داده بود را آورد. وقتی با یک واگن باری خالی به شهر کوهستانی کوچکی رسیدم، ریشه درهم و برهم و موهای کثیفم تقریباً تا کمربندم رسیده بود. البته اگر کمربندی داشتم. یک بارانی مکزیکی کثیف پر از شپش روی یک لباس گشاد بدبو پوشیده و شلوار کهنه‌ای به پا داشتم که پایین آن را داخل چکمه‌های کابویی که پاشنه نداشت گذاشته بودم. 6 سال در محله دوره‌گردها برای زنده ماندن مبارزه کردم و با واگن باری از این سو به آن سوی کشور می رفتم. خیلی وقت بود که چیزی نخورده و خیلی ضعیف شده بودم و وزنم به 59 کیلوگرم رسیده بود. آدم بدجنسی بودم و مشروب می خوردم. اما من به خودم حق می دادم. فکر می کنم الکلیسم من در واقع وقتی شروع شد که 11 ساله بودم و مادرم به طرز فجیعی به قتل رسید. تا آن وقت زندگیم مانند زندگی پسر بچه های دیگر بود که در آن دوره در شهری کوچک زندگی می کردند. مادرم در کارخانه تولید خودرو کار می کرد. یک شب به خانه بر نگشت و تا صبح روز بعد هم هیچ اثری از او نبود. هیچ سرنخی نیز وجود نداشت که چرا ناپدید شده است. پلیس از این جریان مطلع شد. از آنجا که من پسر لوس و بچه ننه‌ای بودم، این ضربه بزرگی برایم بود. اوضاع به طور باور نکردنی بدتر شد و چند روز بعد پلیس آمد و پدرم را دستگیر کرد. آنها جسد پاره پاره مادرم را در مزرعه‌ای خارج از شهر پیدا کرده بودند و می‌خواستند از او بازجویی کنند. در آن لحظه زندگی خانوادگی که من می‌شناختم تباه شد. پدرم خیلی زود برگشت چون پلیس در صحنه قتل عینکی پیدا کرده بود که متعلق به پدرم نبود. این سرنخ به پلیس کمک کرد تا مردی را که وحشیانه مادرم را کشته بود پیدا کند.
در مدرسه همه در مورد این مسئله پچ می کردند و شایعه می ساختند. در خانه بی‌نظمی و آشفتگی در همه جا به چشم می خورد و هیچ کس به من نمی گفت چه اتفاقی افتاده. بنابراین من هم بیخیال می شدم و تصمیم گرفتم که دیگر به واقعیت‌های اطرافم فکر نکنم. اگر می توانستم وانمود کنم که چنین مسئله‌ای وجود ندارد، آن وقت از بین می رفت. من بی نهایت تنها و جسور شدم. پریشانی، درد و قصه داشت فروکش می کرد که در مجله معمای قتل مقاله‌ای درباره بدبختی خانواده ما چاپ شد. دوباره بچه‌های مدرسه شروع به شایعه سازی و فضولی کردند. باز هم عقب نشینی کردم و آشفته تر و منزوی تر شدم. اینطوری بهتر بود، چون اگر خود را آشفته نشان می دادم، آدم ها قبل از اینکه سعی کنند فضولی کنند مرا تنها می گذاشتند. از آنجا که پدرم قادر نبود از هر 9 نفر ما مراقبت کند، خانواده ما از هم جدا شد. حدود 1 سال بعد او دوباره ازدواج کرد و برادر بزرگترم پیشنهاد داد که مرا نزد خود نگه دارد. او و همسر جدیدش سعی می کردند به من کمک کنند، اما من آنقدر حساس بودم و جبهه‌گیری می کردم که آنها یا هیچ کس دیگری نمی توانست کاری انجام دهد. بالاخره برای ساعات پس از مدرسه کاری در یک مغازه بقالی پیدا کردم که میبایست بطری‌های لیموناد را طبقه بندی میکردم. در آنجا فهمیدم که اگر سخت کار کنم میتوانم همه چیز را فراموش کنم. به علاوه آنجا محل خوبی بود که میتوانستم آبجو بدزدم و در مدرسه جلوی بچه‌های دیگر خود را آدم بزرگی جلوه بدهم. اینطوری بود که مشروب خوردنم به عنوان راهی برای فراموش کردن دردهایم شروع شد. بعد از گذشت چند سال، من که نوجوانی نیمه مجرم بودم، آنقدر بزرگ شدم که بتوانم به نیروی دریایی بپیوندم. فکر کردم با پشت سر گذاشتن منشأ بدبختی هایم زندگیم بهتر می شود و مشروب خوردن هم خیلی بد نیست. اما طی دوره‌ای که در اردوگاه تعلیمات نظامی نیروی دریایی بودم، فهمیدم که این پاسخ من نیست. نظم و انضباط صلاحیت و برنامه‌ریزی‌های سخت با طبیعت من سازگاری نداشت. اما این یک دوره 2 ساله بود. بنابراین میبایست با وجود خشم و نفرتی که اکنون در درونم میجوشید، راهی برای گذراندن زندگی وجود داشته باشد. هر شب در مشروب فروشی بودم و آنقدر مشروب میخوردم تا بیرونم میانداختند. این اتفاقات در طول هفته رخ میداد. آخر هفته ها به مشروب فروشی که در نزدیکی ما بود میرفتم. این محل را آدم‌های اداره می‌کردند که به اندازه من یا بیشتر از من مشروب می‌خوردند. من از مشتریان ثابت آنجا شدم. بحث و مشاجره و دعوا چیز عادی بود. موفق شدم این 2 سال را تمام کنم. محترمانه به من برگه ترخیص دادند و مرا فرستادند به یک کار خودم. حالا تعلیمات نیروی دریایی تمام شده بود و من برای محله‌های قدیمی احساس دلتنگی می کردم. بنابراین به زادگاه خودم برگشتم و به خانه برادرم رفتم. به زودی به عنوان نقاش یک شرکت ساختمانی در شهر کار پیدا کردم. حالا دیگر مشروبخواری بخش دائم زندگیم شده بود. به واسطه دوستانم با زنی ملاقات کردم که واقعا به من علاقه داشت و خیلی زود با هم ازدواج کردیم. 1 سال بعد ابتدا یک دختر و سپس 2 پسر ما به دنیا آمدند. اوه، چقدر بچه‌هایم را دوست داشتم. این خانواده گرم و کوچک باید مرا آرام می کرد. اما برعکس، مشروبخواری من بیشتر شد.
بالاخره به نقطه‌ای رسیدم که همسرم دیگر نمیتوانست مرا تحمل کند و درخواست طلاق کرد. من دیوانه و آشفته بودم و قاضی شهر حکم داد که شهر را ترک کنم. میدانستم اگر بمانم کینه‌ای که به خاطر دور کردن بچه‌هایم از همسرم به دل گرفتم دردسر بیشتری برایم به وجود می‌آورد. بنابراین یک بار دیگر رهسپار شدم. با نفرت و کینه لباسهایم را جمع کرده و این بار برای همیشه رفتم. در نزدیکترین شهر بزرگ میشد مرا خسته و درمانده پیدا کرد. آنقدر مشروب میخوردم که همه چیز را فراموش کنم. در ابتدا کار روزمزدی پیدا کردم که پول غذا و اجاره خانه را تأمین میکرد. اما طولی نکشید که همه پولهایم پای مشروبات الکلی رفت. سازمانی را پیدا کردم که در آنجا افراد نیازمند می توانستند به طور رایگان بخوابند و غذا بخورند. اما آنجا شپش خیلی زیاد بود. غذایش خیلی بد بود و آدمهای آنجا از هم دزدی می کردند. فکر کردم بیرون خوابیدن بهتر از اینجاست. به علاوه من غذای زیادی هم نمی خوردم. سپس فهمیدم که اماکن دوره‌گردی، ماشین‌های پارک شده و خانه‌های متروک جای بهتری برای من و بطریم و کینه‌هایم می‌باشند. هیچ کس جرأت نداشت به من آزار برساند. کاملا گیج و مبهوت بودم. زندگی مرا به کجاها کشانده بود. با ولگردهای دیگری نیز آشنا شدم. آنها به من یاد می‌دادند که چگونه روی قطار باری در حال حرکت بپرم و از خودم محافظت کنم. آنها به من می‌گفتند که از چه کسانی راحت‌تر از بقیه می‌شود اعانه گرفت و یا از آنها کلاهبرداری کرد. بزرگترین مشکلم در آن زمان این بود که راهی پیدا کنم تا به اندازه کافی مشروب داشته باشم و واقعیت زندگیم را فراموش کنم. به شدت تحت تاثیر کینه و نفرت قرار گرفته بودم. در این مدت 6 سال از این محله به آن محله می رفتم. هیچ جایی نداشتم که بروم. واگن باری جای خوبی بود. من هیچ وقت گم نشدم چون هرگز نمی فهمیدم که کجا هستم. بدون دلیل 3 بار بدون هواپیما از این سوی ایالات متحده به سوی دیگر آن رفتم. اکثر اوقات چیزی نمی‌خوردم. من با نوخاله‌های دیگری مثل خودم روزگار را می‌گذراندم. یکی از آنها می‌گفت در فلوریدا یا نیویورک نیروی کار استخدام می‌کنند. به همراه هم به طرف آنجا حرکت می‌کردیم. اما وقتی به آنجا می‌رسیدیم به ما می‌گفتند دیگر نیرو نمی‌خواهند. خب این بد نبود چون به هر حال ما نمی‌خواستیم کار کنیم. یک روز گرم و سوزان وقتی در یک شهر کبیری در حال مشروب خوردن بودم اتفاق عجیبی افتاد. حس کردم به نقطه‌ای رسیدم که دیگر نمیتوانم ادامه بدهم. از آدمها فاصله گرفته بودم. موفق شدم مقداری شراب پیدا کنم. شروع به راه رفتن در امتداد بیابان کردم. تصمیم گرفتم آنقدر بروم تا بمیرم. به زودی آنقدر مست شدم که دیگر نتوانستم یک قدم بردارم و روی زمین افتادم. با ناله گفتم آه خدایا کمکم کن. فکر میکنم بیهوش شدم چون چند ساعت بعد به هوش آمدم و راه برگشت به شهر را پیدا کردم. آن زمان نمیدانستم چه چیزی باعث شده که ذهنیتم را در مورد مرگ عوض کنم. ولی امروز میدانم آن قدرتی برتر بود که زندگیم را نجات داد. در آن زمان به خاطر خشمناک بودن و ظاهر کثیفم مردم از من دوری می کردند. با نگاه کردن به من ترسی در چهرهشان آشکار می شد که از آن متنفر بودم. آنها طوری به من نگاه می کردند که انگار من آدم نیستم. شاید هم نبودم.
در یک شهر بزرگ روی یک 4 پایه آهنی میخوابیدم و یک تکه پلاستیک رویم میانداختم تا یخ نزنم. یک شب یک جعبه لباس پیدا کردم. میتوانستم به داخل آن بروم. برای خوابیدن جای گرم و خوبی بود و تازه صبح هم میتوانستم لباسهای جدید پیدا کنم. نیمه های شب یک نفر چند لباس داخل جعبه انداخت. در جعبه را باز کردم، نگاهی به اطرافم انداختم و فریاد زدم: متشکرم. آن زن دستهایش را بالا برد و در حالی که جیغ میزد لوردی، لوردی، پرید درون اتومبیل و به سرعت فرار کرد. وقتی از آن واگن باری بیرون پریدم خیلی ناراحت بودم. یک ماشین یخچالدار خالی پیدا کردم. یک طرف آن نشستم و همانجا به سکونتم ادامه دادم. در اینجا می توانستم آسایش داشته باشم. حالا می توانم غذا بخورم. سومین بار بود که به این شهر آمده بودم. بنابراین به طرف یکی از میخانه ها راه افتادم. پیش خدمت آنجا را دیدم که به شدت مشروب می خورد. بد جنس ترین زنی بود که تا به حال دیده بودم. اما او جایی برای زندگی داشت. بنابراین من هم برای زندگی نزد او رفتم. بالاخره یک سقف بالای سر به همراه ملافه و غذا داشتم. تنها کاری که ما می کردیم مشروب خوردن و دعوا کردن بود. اما او در میخانه کار می کرد و کار کردن او مدتی ما را از هم دور می کرد. ما پول نقد و کافی برای مشروب داشتیم و به مدت چند ماه همینطور مشروب خوردیم. یک روز موقعی که برای پیدا کردن مشروب می رفتم به یکی از رفقای ولگرد قدیمی خود که از من بزرگتر بود برخوردم. به خاطر دارم او یک مشروب خوار افراطی و یک الکلی بود. اما حالا پیراهن سفید و کراوات و لباسهای مناسب به تن داشت. او از آن طرف خیابان به سوی من آمد. خیلی عجیب بود. لبخندی به لب داشت و به من گفت مشروب خواری را با موفقیت ترک کرده و حالا احساس بهتری دارد. اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که اگر او توانسته این کار را انجام دهد، پس من هم میتوانم و خیلی بهتر از او هم میتوانم، چون من فقط 33 سالم بود. او مرا به انجمنی آورد که چند الکلی بهبود یافته دیگر نیز آنجا بودند. من قهوه می نوشیدم و آنها برای من تعریف می کردند که چگونه عوض شدند. مثل این بود که آنها اینجا چیزی دارند. اگر آنها توانسته بودند این کار را انجام دهند، شاید و فقط شاید من هم می توانستم. شور و شوق آنها جذاب بود. از درون برانگیخته شدم، اما نمیدانستم چرا. با عجله و اشتیاق به طرف میخانه حرکت کردم تا به نام زدم، همان زن پیشخدمت، بگویم که چه اتفاقی افتاده و چقدر خوب است که ما با هم مشروب خواری را ترک کنیم. او سرم فریاد کشید تو دیوانه‌ای. دومت را بگذار روی کولت و به ماشین یخچالیت برگرد. من میخواهم بروم مهمانی. با اینکه به نظر می رسید نمی توانم هیجانم را به او منتقل کنم، اما باز ادامه دادم و بارها و بارها گفتم. روز بعد ما هر دو مشروب را کنار گذاشتیم. نیازی به توضیح نیست که این اتفاق چرا و چطور افتاد. مهم این است که به وقوع پیوست. معجزه شده بود. هر یک روزی که ما می توانستیم هوشیار بمانیم، موهبتی بود از سوی آن قدرت برتری که من سالها قبل رهایش کرده بودم. سال بعد در یک کمپ خارج از شهر کار پیدا کردیم و آنجا را اداره می کردیم. کمپ جایی است که افراد مشروب خوار را به آنجا میفرستند تا پاک و هوشیار شوند. مسئولیت ما این بود که ببینیم غذا خوردند و یا مشکلی نداشته باشند. انجام دادن هر دو کار گاهی اوقات تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید.
اما ما تلاش خود را ادامه میدادیم. با حمایت کهنه‌کاران الکلی‌های گمنام 1 سال دوام آوردیم. این کار داوطلبانه بود و درآمد زیادی نداشت. پس از پایان 1 سال لیست مشروبخوارانی را که به این محل آمده بودند را مرور می کردیم. آنها در جمع 178 نفر بودند. با تعجب به نامزدم گفتم حتی 1 نفر از آنها هم امروز هوشیار نیست. او جواب داد بله، غیر از من و تو. بعد از آن روز شاد و به یاد ماندنی ما با هم ازدواج کردیم. راهنمایم به من گفت اگر میخواهم با قدرت برتر خود ارتباط پیدا کنم باید تغییر کنم. یک شب در یکی از جلسات یکی از اعضا گفت مهم نیست که شما چقدر مشروب میخورید. مهم این است که مشروب خاری چه بلایی سر شما میآورد. این جمله نگرش مرا کاملا تغییر داد. البته من باید تسلیم می شدم و می پذیرفتم که الکلی هستم. زمان خیلی سختی بر من گذشت تا توانستم خشمی را که به همسر سابقم به خاطر بردن بچه ها و بر مردی که مادرم را کشت و بر پدرم به خاطر آنچه که فکر می کردم سزاوارش بودم و انجام نداد داشتم را رها کنم. اما فقط وقتی به نواقص شخصیتی خود پی بردم این کینه ها به مرور در من سبکتر شد. با چند راهب در صومعه‌ای که نزدیکمان بود آشنا شدم. آنها به قصه زندگیم گوش دادند و به من کمک کردند که خود را بشناسم. راهنمایم و کهنه‌کاران دیگری که زیر پر و بال ما را گرفته بودند به ما کمک کردند تا دوباره به اجتماع بپیوندیم. وقتی رابطه من با قدرت برترم بیشتر شد، یخ داخل قلبم ذوب شد و من تغییر کردم. زندگی برایم معنای کاملا تازه‌ای پیدا کرده بود. تا آنجا که ممکن بود اصلاحاتی انجام دادم. یعنی اشتباهات گذشته را تا حدی جبران نمودم. اما می دانستم که باید به خانه دوران کودکیم برگردم تا آن قسمت از گذشته را اصلاح کنم. اما صاحب شرکت تولید رنگی بودم که خیلی مشغولمان کرده بود و سالها گذشت اما فرصت برگشتن به خانه پیش نیامد. همچنان که ماهها پس از روزی که ما الکل را ترک کرده بودیم به سال تبدیل می شد، بیش از پیش به این برنامه علاقه‌مند می شدم. چرا که نه تنها زندگیم بلکه زندگی همسرم را نیز نجات داد. بالاخره به خدمت الکلی‌های گمنام مشغول شدم و کمک کردم که یک دفتر مرکزی برای گروه‌ها راه اندازی گردد. ما هر دو در خدمت عمومی فعال شدیم و به سر تا سر ایالات متحده سفر کرده و به جلسات می رفتیم. در نهایت تعجب به هر دوی ما این فرصت را دادند که به عنوان نماینده در کنفرانس خدمات عمومی خدمت کنیم. چه لذتی در این کار بود! یکی از به یاد ماندنی ترین لحظاتم وقتی بود که در افتتاحیه کنفرانس رئیس هیئت خدمات عمومی الکلی‌های گمنام گفت همه ما امشب اینجا جمع شدیم تا به کمک هم نه به تنهایی برای بهبودی الکلی‌های گمنام در سرتاسر دنیا تلاش کنیم. به سالها قبل برگشتم. وقتی روی 4 پایه آهنی بیرون آن مهمانخانه دیوانه‌وار سعی داشتم خود را از یخ زدن حفظ کنم. من فقط برای آنکه آنجا قرار گرفتم غرق در لطف و رحمت خداوند بودم. روزی یکی از دوستانم که برای یکی از مجلات مقاله می نویسد از من پرسید آیا می تواند داستان زندگی مرا در مجله بنویسد یا نه؟
البته او مرا کاملا مطمئن کرد که گمنام میمانم. بنابراین قبول کردم. آن موقع از هوشیاری من 25 سال می‌گذشت و نمی‌دانستم خدایی که خود درکش می‌کنم می‌خواهد برایم چه کاری انجام دهد. برادر بزرگم که آن زمان سرپرستی مرا به عهده گرفته بود، به طور تصادفی در این مجله اشتراک داشت و به طور اتفاقی این مقاله را خوانده بود و باعث شروع زنجیره حیرت انگیز اتفاقهایی شد که نه تنها زندگی من بلکه زندگی خانواده‌ام و خیلی های دیگر را تغییر داد. این اتفاق چیزی کمتر از معجزه نبود و باعث شروع زنجیره حیرت انگیز اتفاقهایی شد که نه تنها زندگی من بلکه زندگی خانواده‌ام و خیلی های دیگر را تغییر داد. این اتفاق چیزی کمتر از معجزه نبود. خداوند برایم کاری انجام داد که خودم قادر به انجام آن نبودم. در این مقاله نام شهری که من در آن زندگی می کردم نوشته شده بود. بنابراین برادر و زن برادرم بعد از خواندن مقاله به منشی مجله تلفن زده و به کمک او با من تماس گرفتند. با گذشت بیش از 30 سال این اولین باری بود که با هم حرف می زدیم. ناگهان زدم زیر گریه. آنها هم همینطور. آنها گفتند بعد از ماجرای طلاق و پس از آنکه من ناپدید شدم، آنها برای پیدا کردن من خیلی سعی کردند. چون یک نفر به خانواده‌ام گفته بود که من یا مرده‌ام یا از کشور خارج شدم. آنها خیلی نگران شده بودند. از اینکه آنها را اینطور نگران کرده بودم احساس بدی داشتم. اما هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود که ممکن است اینقدر نگران شوند. طی 24 ساعت آینده با همه خواهرها و برادرهایم یک به یک حرف زدم. برادرم شماره تلفن دخترم را به من داد. او را از 27 سال پیش ندیده بودم. من به او تلفن زدم و بعد از او با 2 پسرم حرف زدم. آه خدایا، چه تجربه‌ای! آنقدر غرق در خاطرات و سالهای از دست رفته شدم که حتی حرف زدن هم برایم خیلی سخت شده بود. پس از آنکه آزارهای قدیمی پدیدار شدند و سپس التیام یافتند، چندین هفته فقط گریه می کردم. بعد از آن جدایی طولانی این اولین باری بود که در کنار یکدیگر بودیم و این روز برای ما روز خیلی شادی بود. پدرم درگذشته بود، اما همه بچه‌هایش با خانواده‌هایشان آنجا بودند. جمعی بزرگ و شاد. بعد از آن همه سال فکر کردن به خانواده‌ام، بالاخره قدرت برتر من به وسیله دوست مقاله نویسم وارد عمل شد تا شرایط پیچیده ما را آسان کند و به من اجازه داد آسیب‌هایی را که به واسطه خشمم به آدم‌ها وارد کرده بودم جبران کنم. من که خود شاهد زنده الکلی‌های گمنام هستم، میگویم به تلاش خود ادامه دهید تا معجزه رخ دهد. او فقط برای مشروب خوردن زندگی می کرد. مرا نصیحت کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، به من ناسزا گفتند و مشاوره شدم، اما هیچ وقت کسی به من نگفت من میفهمم تو چه حالی داری. برای من هم اتفاق افتاده بود و این کاری است که من برای حل کردن آن انجام دادم. وقتی نگاهی به گذشته میاندازم، چیزی نمیبینم که به من یا خانواده‌ام درباره ویرانی که الکلیسم به وجود میآورد هشداری داده باشد. تا آنجا که یادم میآمد هیچ یک از اعضای خانواده از هیچ طرف
نه خانواده پدری و نه خانواده مادری مشروبخوار نبودند. ما از مسیحیان تعمیدی، نام فرقه ای از مسیحیان، و از مبلغین مذهبی جنوبی بودیم. پدرم کشیش بود و من هر یک شنبه به اتفاق بقیه خانواده در کلیسا حضور می‌یافتیم. والدینم هر دو فرهنگی بودند. من به مدرسه‌ای می‌رفتم که پدرم مدیر آن و مادرم در آنجا تدریس می‌کرد. آنها هر دو فعالان حقوق اجتماعی بودند و همه به آنها احترام می‌گذاشتند. در میان ما مهربانی و صمیمیت وجود داشت. مادر بزرگ مادریم زنی بسیار مذهبی بود که با ما زندگی می‌کرد. او به تربیت من خیلی کمک کرد و نمونه زنده عشق بی قید و شرط بود. در ابتدا ارزش‌های مربوط به اصول اخلاقی، معرفت و دانش روی من تأثیر زیادی می‌گذاشت. به من یاد داده بودند که اگر فرهیخته بوده و شرافت اخلاقی داشته باشم، هیچ چیز نمیتواند بر سر راه موفقیتم قرار بگیرد، چه در این دنیا چه در دنیای دیگر. وقتی بزرگ شدم در یک دانشگاه معتبر شروع به تحصیل کردم و از خانواده دور شدم. قبلا آبجو و کمی شراب را امتحان کرده بودم و بعد از آن فهمیدم که آب میوه مزه بهتری دارد. هیچ وقت به میخانه نرفته بودم تا اینکه یک روز عصر چند نفر از همکلاسانم مرا تشویق کردند که با آنها به یکی از میخانه های محل بروم. آن وقت بود که برای اولین بار به طور واقعی الکل نوشیدم. افسون شده بودم. هنوز هم فضای مه‌آلود و پر از دود و سر و صدای جرینگ جرینگ یخ در جامها، دلفریبی محض آن را به یاد دارم. اما بیشتر از همه آن حس و گرمایی که ویسکی برای اولین بار در درونم پراکنده کرد را به یاد دارم. آن شب آنقدر مشروب خوردم که هیچ کس باور نمی کرد تا به حال مشروب نخوردم. البته آن شب مست نشدم، هرچند که روز بعد بخش‌هایی از آن روز عصر را به یاد نمی آوردم. اما یک چیزی از همه مهمتر بود، اینکه من وابسته شدم. در خانه ولی گویی در فضا بودم. با مردم راحت بودم، در حالی که هیچ وقت در مدرسه کلیسا احساس راحتی نکرده بودم. نسبت به مردم اطرافم خیلی عصبی و بی‌اعتماد بودم و اکثر اوقات سعی می کردم مانند والدینم مهربان و خونگرم باشم، چون فکر می کردم این وظیفه من است. اما آن شب در میخانه شبیه هیچ یک از شبهای زندگیم نبود. نه تنها کاملا آزاد بودم، بلکه همه غریبه هایی را که دور و برم بودند را دوست داشتم و در مقابل آنها نیز مرا دوست داشتند. فکر می کردم همه این اتفاقات به خاطر این شربت جادویی یعنی الکل است. چه کشفی، چه الهامی! سال بعد استاد دانشگاه شدم. شغل اول من در دانشگاهی در فاصله 50 مایلی زادگاه هم بود. اما قبل از اینکه سال تحصیلی به پایان برسد، از من به خاطر مشروب خوریم طی آن زمان کوتاه خواستند تا استعفا بدهم. مشروب خوری روش مقبولی برای زندگی شده بود. من مشروبات الکلی را دوست داشتم و در نتیجه مردمی را که مشروب می‌خوردند و جاهایی را که در آن مشروب می‌خوردند دوست داشتم. آن زمان در زندگی اگرچه شغل اولم را از دست دادم و باعث شرمساری خانواده شده بودم، اما هرگز به ذهنم خطور نکرد که الکل عامل این مشکلات است.
از همان شب اول در آن میخانه حدود 1 سال قبل تصمیمی گرفته بودم که زندگیم را در سالهای آینده هدایت کرد. الکل دوست من بود و من باید تا آن سر دنیا دنبالش میرفتم. بعد از شغل اولم کارهای دیگر هم پیدا کردم که همه را به خاطر مشروب خواری از دست دادم. در بسیاری از دانشگاه‌ها و در ایالت‌های مختلف تدریس کردم. من دیگر آن مرد جوان پایبند به اصول اخلاقی که آینده خود را در کمک به مردم می‌دید نبودم. من پرخاشگر، متکبر، عصبانی و بدزبان بودم و همیشه دیگران را سرزنش می‌کردم و رو در روی آنها می‌ایستادم. بازداشت شدم و کتک خوردم. خیلی بد زبان شده بودم و اغلب سر کلاس یا در مکانهای عمومی مست بودم. بالاخره حرفه تدریس به آبروریزی کامل انجامید. خانواده هم نمی توانستند بفهمند چه اتفاقی برایم افتاده و خود من هم نمی فهمیدم. مواقعی که مست نبودم وجودم آکنده از شرم، گناه و پشیمانی بود. برای همه کسانی که قبولم داشتند مایه شرمساری شدم. دلم میخواست بمیرم. حالا الکل تنها دوستی بود که داشتم. از تیمارستان سر درآوردم که همان شاید زندگیم را نجات داد. یادم نمیآید چطور کارم به آنجا کشید. فقط میدانم که به فکر خودکشی افتاده بودم. آنجا راحت بودم و چند ماه بعد وقتی خواستند مرخصم کنند گریه می کردم. آن وقت می دانستم که در هیچ جای دیگر نمی توانم اینقدر راحت باشم. پشت پنجره های بسته آن تیمارستان در امنیت بودم و می خواستم بقیه زندگیم را در آنجا بمانم. آنجا نمی توانستم مشروب بخورم. اما داروهای آرامبخش و داروهای دیگر فراوان بود و من با آنها بهتر شده بودم. در تیمارستان هیچ وقت کسی به کلمه الکلی اشاره‌ای نکرد. فکر نمی کنم دکترها درباره الکلیسم بیشتر از من می دانستند. وقتی از تیمارستان مرخص شدم به شهر بزرگی رفتم تا شروع تازه‌ای داشته باشم. زندگیم پر از مسیرها و شروعهای تازه بود. آن زمان مشروب خواری را دوباره شروع کردم. شغلهای خوبی پیدا کردم و درست مثل گذشته همه را از دست دادم. ترسها، پشیمانی و افسردگی شدید همه برگشته بودند، 10 برابر شدند. هنوز هم معلوم نبود که مشروب خواری علت همه این بدبختی ها است. دودمانم را به باد داده و آدم پستی شده بودم، ولی باز هم بیشتر مشروب می‌خوردم. بی خانمان شدم و در پایانه های اتوبوس و قطار می‌خوابیدم. ته سیگارها را از پیاده‌رو جمع می‌کردم و با دیگر الکلی‌ها از یک بطری مشترک مشروب می‌خوردم. به پناهگاه شهرداری که مخصوص مردان بود رفتم و آنجا ماندم، گدایی می‌کردم. در آن وقت فقط برای مشروب خوردن زندگی می کردم. هیچ وقت حمام نمی رفتم و لباسهایم را هم عوض نمی کردم. بوی گند می دادم، لاغر و مریض شده بودم. صداهایی در اطرافم می شنیدم که برایم نشانه هایی از مرگ بود. وحشت زده، گستاخ و خشمگین بودم. از مردم، خدا و دنیا نفرت داشتم. چیزی وجود نداشت که به خاطر آن زندگی کنم، اما از مرگ هم خیلی می ترسیدم. در همین موقع بود که زنی که در منطقه پایین شهر مددکار اجتماعی و عضو هوشیار الکلی‌های گمنام بود مرا به دفترش برد و در آنجا داستان زندگیش را برایم تعریف کرد. او گفت که چطور مشروب می‌خورده و برایش چه اتفاقاتی افتاده و چطور هوشیار شده است. تا به حال هیچ کس با من این گونه برخورد نکرده بود. همه مرا نصیحت می‌کردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یا ناسزا گفته بودند.
به مشاوره رفته بودم، اما هیچ وقت کسی به من نگفته بود من میدانم تو چه حالی داری و این مشکلات برای من هم اتفاق افتاده و این راهی است که من برای حل کردن آن انجام دادم. آن زن همان روز عصر مرا به اولین جلسه ای برد. در روزهای اول ورود به جلسه حاضرین با مهربانی دور من جمع می شدند و من مشروب نمی خوردم. اما دیو پلید انزوا و گوشه‌گیری به سراغم آمد. من سیاه پوست بودم و آنها سفید پوست بودند. آنها از رنج و عذاب چه می دانستند؟ چه می توانستند به من بگویند؟ من سیاه بودم و همیشه به خاطر همین موضوع طرد می شدم. از دنیا و آدمهایش و خدای ناتوان آن متنفر بودم. با این حال عقیده داشتم که آدمهای ای بیریا و صمیمی هستند و به آنچه که برایشان کاری مؤثر و انجام داده است عقیده دارند. فکر نمی کردم که ای برای من که یک شرابخوار سیاه پوست بودم کاری انجام دهد. همیشه عقیده داشتم که با بقیه متفاوت هستم. تا اینکه کمی بعد آنچه را که اکنون بیداری روحانی می‌دانم برایم اتفاق افتاد. فهمیدم که الکلی هستم و مجبور نیستم مشروب بخورم. همچنین فهمیدم که الکلیسم نوعی بیماری است که سراغ همه می رود و تبعیض قائل نمی شود. محدود به نژاد، عقیده یا منطقه جغرافیایی خاصی نیست. بالاخره از بند متفاوت بودن رها شدم. در اوایل هوشیاری مجبور بودم در یک مسافرخانه ارزان قیمت که پر از مشروب خوار بود به زندگیم ادامه دهم. من که مشروب نمیخوردم از محیط اطرافم آگاه بودم. بوهای نامطبوع، سر و صدا، دشمنی و خطرات جسمی کینه‌های من باعث شد بفهمم که مسیر زندگیم را گم کردم. خانواده خود را بی آبرو و از آنها جدا شدم و به پست‌ترین جاها، پناهگاه پایین شهر راضی شدم. اما این را نیز می توانستم بفهمم که این آتش کینه و خشم داشت مرا صدا می زد تا دوباره مشروب خوردن را شروع کنم و با آغوش باز به استقبال مرگ بروم. پس از آن فهمیدم که باید هوشیاریم را از بخش‌های دیگر زندگیم جدا کنم. مهم نبود که چه اتفاقی می افتاد یا نمی افتاد. من نمی توانستم مشروب بخورم. در واقع هیچ یک از کارهایی که می کردم به هوشیاریم ارتباطی نداشت. جزر و مد زندگی همچنان ادامه داشت و من نمی توانستم اجازه بدهم که هوشیاریم تحت تاثیر این فراز و نشیب‌های زندگی قرار بگیرد. هوشیاری باید خود زندگی جداگانه‌ای داشته باشد. مهمتر از همه این که من به این باور رسیدم که نمیتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم. از بچگی با وجود عشق و محبتی که تجربه کرده بودم هیچ وقت به هیچ کس، حتی نزدیکترین کسانم اجازه نداده بودم به زندگیم وارد شوند. همه زندگیم را با دروغ گذرانده و هیچ وقت افکار و احساسات واقعیم را با هیچ کس در میان نگذاشته بودم. فکر می کردم با یک رشته مستقیم با خدا ارتباط دارم و دیواری از بی‌اعتمادی و بدگمانی به دور خود کشیده بودم. در ای با ماهیت 12 قدم آشنا شدم و به تدریج فهمیدم که می توانم هوشیاریم را از خطرات خارجی جدا کرده و از آن محافظت کنم. البته فقط به شرط آنکه بر تجربه هوشیاری اعضای دیگر ای تکیه کرده و در سفر آنها به قدم‌های بهبودی شرکت کنم. هوشیاری برای من هدیه‌های زیادی داشت و به صورت یک سیر سعودی ادامه دارد.
از جمله پاداش‌های آن برایم رهایی از زندان متفاوت بودن و درک این مطلب که همکاری و زندگی به روش AA موهبت و امتیازی است فراتر از آنچه بتوان ارزش آن را بررسی نمود. موهبت یک زندگی عاری از درد و حقارت ناشی از مشروبخواری و سرشار از شادی با یک زندگی مفید و هوشیار و فرصت‌هایی برای رشد در هوشیاری و انتقال پیام امید درست همانطور که به من منتقل شد. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بهشت امن. این عضو AA وقتی پی برد واقعاً کیست که فهمید نمیخواهد چه کسی باشد. زندان چه زندگی شگفت انگیزی. من اینجا درون سلول نشستم و منتظر جوش آمدن آب کتری هستم تا یک فنجان قهوه فوری درست کنم و خاطرات گذشته‌ام را مرور کنم. وقتی شرایط کنونی زندگیم را مورد بررسی قرار می دهم، به این حقیقت انکار ناپذیر فکر می کنم که این 4مین سالی است که در حبس هستم. هنوز هم بعضی روزها صبح که بیدار می شوم آرزو می کنم کاش همه اینها کابوس بود. من در خانواده‌ای که اعضای آن الکل می نوشیدند بزرگ نشدم. اما وقتی در سن 13 سالگی برای اولین بار مشروب خوردم می دانستم که دوباره مشروب می خورم. در خانه‌ای بزرگ شدم که بنیاد آن بدور از استانداردهای والای اخلاقی بود. بنابراین هیچ ترسی از پیامد کارهایی مثل مشروبخواری در من القا نشده بود. گاهی اوقات سوار دوچرخه می شدم و در اطراف دور می زدم. یکی از همسایه ها رو می دیدم که در حیاط خانه‌اش آبجو می نوشد. بعداً وقتی می دانستم در خانه نیست برمی گشتم داخل خانه‌اش، می رفتم تا آن شربت طلایی را از یخچالش بدزدم. خوب یادم هست که یک روز با یکی از دوستانم کارت اعتباری پدرم را دزدیدیم و سوار کامیون شدیم تا به کالیفرنیا فرار کنیم و ستاره سینما شویم. ما 7 تیر هم داشتیم. بنابراین می توانستیم برای تهیه ذخیره آبجو، پول نقد و سیگار به مغازه‌ها دستبرد بزنیم. با این حال قبل از اینکه اولین روز سفرمان به پایان برسد به دوستم گفتم ما دیگر نمیتوانیم ادامه بدهیم و باید به خانه برگردیم. میدانستیم که والدین ما تا حالا از شدت نگرانی کلافه شدند. دوستم راضی نشد برگردد. بنابراین او را در کامیون تنها رها کردم و دیگر هیچ وقت او را ندیدم. پدر و مادرم فکر می‌کردند رفتارم در نتیجه طغیان جوانی است. اما نمی‌دانستند که منشأ همه اینها از الکلیسم است. 16 سالم بود که در یک ایستگاه محلی رادیو کار نیمه وقتی پیدا کردم. کار من در آنجا گذاشتن صفحه موسیقی بود. مسئولین آنجا می دیدن که من در این کار استعداد زیادی دارم. بنابراین دبیرستان را ترک کرده و به طور تمام وقت این کار را دنبال نمودم. رفتن به مهمانی و خوردن مشروب با این شغل کاملا جور بود. به زودی الکلیسم روی کارهای شغلیم تأثیر گذاشت و کارفرماهایم متوجه می شدند. من مجبور به استعفا می شدم و به دنبال کار در شرکت رادیویی دیگری می رفتم.
این روش به مدت چندین سال ادامه یافت. یادم می‌آید یک روز وقتی داشتم موسیقی نمایش نیمروز را اجرا می‌کردم، احساس کردم دیگر 1 دقیقه هم بدون مشروب نمی‌توانم ادامه دهم. یک آلبوم موسیقی گذاشتم و بی سر و صدا و بدون اطلاع از ایستگاه رادیو بیرون آمدم. از فروشگاه مشروب فروشی یک بطری ویسکی خریدم و به ماشینم برگشتم و بعد از روشن کردن رادیو شروع به خوردن مشروب نمودم. همانطور که می رفتم و آهنگها را یکی پس از دیگری گوش می دادم، ناگهان آلبوم تمام شد و تنها صدایی که به گوش می رسید صدای خشخش سوزنی بود که روی صفحه چرخان حرکت می کرد. بالاخره آنجا یک نفر فهمید که من در اتاق کنترل نیستم و صفحه دیگری را گذاشت. طی سالهایی که در صنعت پخش رادیویی بودم، گاهگاهی به عنوان دنبال کننده طوفان در رادیو کار می کردم. کارم این بود که از اطلاعات رادار برای دنبال کردن طوفان، گردبادهای محلی، تگرگ، سیل، خطرات و آسیب‌های مربوط به طوفان استفاده کنم. من برای اینکه در حال تعقیب طوفان گزارش‌های زنده را به رادیو بفرستم، از تلفن همراه استفاده می‌کردم. یک شب طوفان خیلی شدید بود. وقتی گزارش زنده را ارائه دادم، شنوندگان ما از همیشه بیشتر بودند. گزارش طوری بود که به نظر می رسید در خط مقدم جبهه جنگ هستم. روز بعد یکی از روزنامه‌ها با مقاله‌ای زیبا درباره کار تخصصی که در خصوص گزارش وضعیت آب و هوا انجام می‌دادیم، من را مورد تحسین قرار دادند. اما هیچ کس نمی‌دانست که همه آن گزارشات طوفان تخصصی ناشی از پشت گردنم بود، چرا که همه آنها را فی‌البداهه گفته بودم و با هر جام بوربون و کولا که می نوشیدم بهتر گزارش می دادم. گاهی اوقات به عنوان گزارشگر خبری کار می کردم و در محل حادثه حاضر شده و گزارش حادثه را ارائه می دادم. من سر کار دائما مشروب می خوردم و وقتی درباره تصادفات ناشی از مصرف الکل به آنجا تلفن می شد، خودم اغلب مست بودم. در یک دستم میکروفون و در دست دیگرم قمقمه بود که می پریدم توی ماشین واحد خبر و به سرعت به طرف صحنه تصادف حرکت می کردم. در حالی که خودم به اندازه همان شخصی که باعث تصادف شده بود یا حتی بیشتر از او مست بودم. قطعاً من هم یک روز به خاطر مشروب خواری باعث ایجاد یک تصادف جدی خواهم شد که باید خودم هم سوژه خبری و هم گزارشگر حادثه می شدم. چندین بار به خاطر عدم پرداخت جریمه، مستی و دعوا در اماکن عمومی و رانندگی در حال مستی با قانون درگیر شده بودم. اما هیچ کدام قابل مقایسه با وقتی که پلیس از من خواست به مرکز شهر بروم تا درباره قتل از من بازجویی کند نبود. شب قبل مشروب خورده و در یک حادثه خطرناک درگیر شده بودم. می‌دانستم که مرتکب قتل نشدم، اما آنجا من مظنون اصلی محسوب می شدم. بعد از 1-2 ساعت بازجویی مشخص شد که من مرتکب این قتل نشدم و آزاد شدم. این اتفاق همه فکرم را مشغول کرده بود. به خانه رفتم و به یکی از دوستانم که هفته قبل در بازار محلی دیده بودمش تلفن زدم. 2 سال بود که با او حرف نزده بودم. اما متوجه شدم که چقدر فرق کرده و رفتار کاملا متفاوتی دارد. وقتی با هم حرف زدیم گفت بیش از 1 سال است که لب به مشروب نزده است. وی در مورد گروهی از دوستانش حرف میزد که به او کمک میکردند هوشیار بماند. من به او دروغ گفتم و ادعا کردم که مدتی است مشروب نخوردم. فکر نمی کنم باور کرد.
اما شماره تلفن خود را به من داد و تشویقم کرد که اگر دوست دارم دوستانش را ببینم به او تلفن بزنم. بعداً شهامت پیدا کردم و به او تلفن زدم و اقرار کردم که مشکل مشروب خواری دارم و میخواهم آن را ترک کنم. او مرا به اولین جلسه AA برد. در الکلی‌های گمنام می‌دانستم که جای امنی پیدا کردم. اما در طول 4 سال و 3 ماه بعد جزو دسته‌ای بودم که در AA می‌گفتند لغزش شدید داشتند. من با استفاده از تجربه‌هایم 6 ماه هوشیار می‌ماندم و سپس برای جشن گرفتن یک بطری مشروب بالا می‌انداختم. پیشنهاد می‌کردند که کاری را انجام ندهم، من انجام می‌دادم. سال اول حضور در AA چند تصمیم مهم گرفتم. مثل ازدواج کردن، اجاره کردن گران قیمت‌ترین آپارتمانی که می‌توانستم پیدا کنم، عدم ارتباط با راهنما، دور شدن از قدم‌ها، ولگشتن در پاتوق‌های سابق با رفقای مشروبخوار قدیمی و حرف زدن در جلسات بیشتر از گوش دادن. به طور خلاصه به معجزه AA واکنشی نشان نمی‌دادم. بیماریم پیشرفت کرد و به طور مرتب در بیمارستان‌های سم‌زدایی و بخش مراقبت‌های ویژه و مراکز درمانی بودم. جنون دائم در نزدیکم و دروازه‌های مرگ جلوی چشمم بود. میگویند الکلی‌ها یا هوشیار میشوند یا در حبس میمانند یا پنهان میشوند. از آنجا که واقعا تمایلی به انجام کارهایی که برای هوشیار ماندن لازم بود را نداشتم، گزینه‌های دیگر پیش رویم بود. هیچ وقت در رویا هم نمی‌دیدم که اینقدر سریع اتفاق بیفتد. آخر هفته زیبایی از سپتامبر بود. درست قبل از روز کارگر تصمیم گرفتم یک قوطی آبجو و یک بطری شراب بخرم. بعداً موقع عصر علاوه بر آبجو و شراب ویسکی نیز نوشیدم و بیهوش شدم. در حال مستی مرتکب جرمی شدم که دستگیر شده ظرف 10 روز مقصر شناخته شدم و محکوم به 20 سال حبس شدم. من فکر می‌کنم مرگ الکلی درست به همین شکل اتفاق می‌افتد. مشروب می‌خورم، بیهوش می‌شوم و می‌میرم. حداقل در زندان شانس دیگری برای زندگی در آینده دارم. نمی‌توانم احساس حقارتی را که شخص الکلی هنگام ورود به زندان احساس می‌کند را وصف کنم. اگرچه من حقم بود که در زندان باشم، اما ضربه روحی سختی بود. تنها دلگرمی و امیدی که می توانستم پیدا کنم از خواندن داستان‌های زندگی اشخاصی بود که آخر کتاب بزرگ به چاپ رسیده بود. این کتاب تکه پاره را در سلولم پیدا کرده بودم. سپس یک روز خبر خوبی شنیدم. مأمور تأدیبی اعلام کرد که قرار است جلسه AA در کلیسای کوچک برگزار شود. وقتی وارد جلسه شدم، روی یکی از صندلی‌ها که به صورت دایره چیده شده بود نشستم و یک بار دیگر جای امنی پیدا کردم. الان که این داستان را می‌نویسم 3 سال و 3 ماه از آن جلسه در کلیسای کوچک می‌گذرد. من به بخش بزرگتری منتقل شدم و در برنامه الکلی‌های گمنام فعال ماندم. AA کارهای بسیار زیادی برایم در زندگی انجام داده است. به من سلامت عقل و حس تعادل کامل داده است. من که حالا مایل به گوش دادن و پذیرفتن پیشنهادات هستم، فهمیدم که وقتی پی بردم که واقعاً کی هستم، فهمیدم چه کسی نمیخواهم باشم. اگرچه بیماری الکلیسم در وجودم مانند نیروی جاذبه است و هر آن منتظر است مرا به پایین بکشد، اما 12 قدم AA مانند قدرتی است که باعث می شود هواپیما به هوا بپرد.
فقط وقتی کار می‌کند که خلبان برای به کار انداختن آن درست عمل کند. بنابراین از وقتی شروع به تمرین برنامه کردم از لحاظ عاطفی و عقلی هم رشد نمودم. من نه تنها از بیماری الکلیسم بهبود یافتم بلکه از لحاظ جسم، روح و نفس هم کامل شدم. از وقتی که خود را به اصول AA سپردم در بسیاری موارد لطف خداوند شامل حالم بوده است. مأمورین دادرسی که مرا مقصر شناخته بودند و قربانیان جنایتی که من انجام داده بودم همه تصمیم گرفتند به من کمک کنند که زودتر از زندان آزاد شوم. آن تصادف ممکن است تصادفی باشد؟ فکر نمی کنم. کارفرمایان سابقم که از هوشیاریم آگاه شدند نامه‌هایی برایم فرستادند و دوباره به من پیشنهاد کار در صنعت رادیو را دادند. این نکات نمونه‌ای از کارهایی است که خدا برایم انجام داده و من توان انجامش را نداشتم. یکی از کارهایی که در ازای رحمت خداوند تصمیم به انجامش گرفتم این است که بلافاصله وقتی آزاد شدم در یک کمیته تأدیبی فعال شوم. رساندن پیام AA به زندانها بی نهایت برای خود و هوشیاریم اهمیت دارد. از روی تجربه فهمیدم که نمیتوانم برگردم و شروع تازه‌ای داشته باشم. اما با AA میتوانم از حالا شروع کنم و پایان کاملا جدیدی بسازم. گوش دادن به صدای باد. فرشته‌ای این زن آمریکایی بومی را به AA معرفی کرد و باعث بهبودی او شد. وقتی 11 ساله بودم مشروب خوردن را شروع کردم. من با برادرم و همسرش خارج گالوپ نیومکزیکو زندگی می کردیم. ما خیلی فقیر بودیم. بوی لوبیا و نان ذرت مکزیکی تازه برایم یاد خانه را تداعی می کرد. من با 3 بچه دیگر در یک رخت خواب می خوابیدم. وقتی برف زیادی میبارید ما حسابی به هم میچسبیدیم تا در زمستان یخبندان گرم بمانیم. خواندن و فهمیدن تکالیف مدرسه برایم خیلی سخت بود. بنابراین هر فرصتی که به دست می آوردم از مدرسه فرار می کردم. پدر و مادر بزرگم داستانهای زیادی درباره خانه‌ها و سرخپوست‌های قدیمی، سفرهای آنها به بیابانها و کوههای کشور برایم تعریف می کردند. من با پسر بچه‌ای دوست شدم و با هم یک چرخ دستی دزدیدیم و سپس از مدرسه فرار کردیم. ما با هم تکیلا نوشیدیم و از تپه‌های قرمز بالا رفتیم. گاهی اوقات در محل معامله با بومیان درست در امتداد خیابان در بالای راه آهن می نشستیم. قطاری که از میان شهر کوچک غبار آلود در نزدیکی محدوده کوچ‌نشین می‌گذشت، نوید مکانهای فریبنده در دوردست را می‌داد. 15 سالم بود که تک و تنها با یک گیتار، یک چمدان کوچک و $30 پول وارد سان فرانسیسکو شدم. به چندین میخانه و قهوه‌خانه برای پیدا کردن کار سر زدم. میخواستم به کار آواز خواندن مشغول شوم. فکر میکردم میتوانم شغلی به عنوان نوازنده پیدا کنم. 3 روز بعد به دالانی پناه بردم تا از بارانی که تمام روز باریده بود محفوظ بمانم. هیچ پولی نداشتم. خیلی سردم بود و هیچ جایی برای رفتن نداشتم. تنها چیزی که برایم مانده بود غروری بود که مانع شد تا به برادرم تلفن بزنم یا نزد اقوام برگردم که مرا می شناختند. در نیمه های یک شب طولانی و سرد، مرد سفید پوست میانسال و مهربانی دستش را روی شانه‌ام گذاشت. گفت: بیا خانم جوان، بیا تو را به جای گرمی ببرم و چیزی بدهم که بخوری. بهای آن چیزی که در ازای این کار می‌خواست با توجه به آن شب سرد و بارانی که پیش رویم بود زیاد نبود. صبح در حالی که $50 در دست داشتم از هتل او خارج شدم.
بنابراین خودفروشی شغل پایان ناپذیری بود و درآمد خوبی هم داشت. برای فراموش کردن کاری که مجبور بودم تمام شب انجام دهم تا پول اجاره را پرداخت کنم، مشروب می‌خوردم. آفتاب که طلوع می‌کرد خوابم می‌برد. هفته‌ها همینطور گذشت تا اینکه دزدی را شروع کردم. به یک مشروب فروشی و پمپ بنزین دستبرد زدم. دوستان خیلی کمی داشتم و یاد گرفته بودم که به هیچ کس اعتماد نکنم. یک شب حدود ساعت 8 نیمه مست کنار دیوار ساختمانی نشسته بودم که یک ماشین کنار جدول درست همان جایی که من نشسته بودم متوقف شد. من فکر کردم که برای عصر قرار ملاقات داشتم. ما با هم حرف زدیم تا قیمت مناسب را تعیین کنیم و بعد من داخل ماشین شدم. ناگهان احساس کردم ضربه سنگینی به شقیقه‌ام خورد. بی‌حس شده بودم. در یک منطقه نزدیک در میان شهر مرا از ماشین بیرون کشیدند، با اسلحه به من شلیک کردند و سپس در حالت مرگ در گلولای آنجا مرا رها کردند. باران به آرامی روی تنم میریخت. در اتاق بیمارستان به هوش آمدم. آنجا پشت پنجره ها نرده زده بودند. 7 هفته آنجا بودم. جراحی‌های پی در پی روی من انجام می‌شد و هر بار که بیدار می‌شدم به سختی محیط اطرافم را می‌شناختم. بالاخره وقتی توانستم کمی راه بروم، یک پلیس زن آمد و مرا به زندان بخش برد. طی 2 ماه این 3مین باری بود که دستگیر می‌شدم. حدود 2 سال پرسه زدن در خیابان‌ها اثر خود را گذاشته و همه چیز را ویران کرده بود. قاضی گفت راه برگشتی برایم وجود ندارد. من 17 سالم بود و متهم به ارتکاب 18 فقره بزهکاری بودم. به مدت تقریباً 26 ماه خیابانها را ندیدم. چند ماه اول برای به دست آوردن مشروب تقریباً هر کاری انجام میدادم. من میدانستم که در برابر مواد مخدر عاجز هستم، اما نمیتوانستم ضررهای الکل را ببینم. تابستان آزاد شدم، اما نمیدانستم کجا میروم. ولی یک آبجوی خنک و خوب قطعا برای جشن گرفتن آزادی مناسب بود. 6 بطری مشروب و 1 بلیت اتوبوس خریدم. وقتی از اتوبوس پیاده شده و به میخانه‌ای رفتم، به عنوان پیش خدمت مشغول به کار شدم. بعد از پایان اولین روز کارم پول کافی برای خرید 1 بطری مشروب و گرفتن 1 اتاق در آن نزدیکی را داشتم. چند هفته بعد او را دیدم. تنها سرخ پوستی که بعد از مدت‌ها می‌دیدم. وقتی کارم را شروع کردم کناری نشسته و به میز بیلیارد تکیه داده بود. پیشبندم را بستم و با سینی مستقیم به طرف او رفتم تا اگر باز هم مشروب می‌خواهد سفارش بدهد. او پرسید چه کسی به تو اجازه داده از محدوده کوچ‌نشین بیرون بیایی؟ عصبانی و خجالت زده بودم و احساس حقارت می‌کردم. آن مرد پدر اولین فرزندم شد. رابطه من با او فقط چند ماه طول کشید و اولین رابطه متقابلا زشت و متجاوزانه‌ای بود که طی چند سال آینده باز هم رخ داد. بعد از چند هفته تنها، مست، بی خانمان و باردار بودم. من که می ترسیدم دوباره سر از زندان در بیاورم، نزد برادر و زن برادرم برگشتم. برادرم شغل بسیار خوبی پیدا کرده بود و به هاوایی رفته بود. پسرم آنجا به دنیا آمد و روز تولد او هدف زندگیم را پیدا کردم. من به دنیا آمده بودم که مادر باشم. پسرم خیلی زیبا بود. موهای مشکی و صاف و چشمانی تیره داشت. هیچ وقت در زندگیم چنین احساسی نداشتم. می توانستم یک بار دیگر گذشته ها را پشت سر بگذارم و به سوی یک زندگی جدید با فرزندم حرکت کنم. بعد از 1 سال یا بیشتر از زندگی در جزیره و شخصی که با او قرار ملاقات داشتم خسته شدم. با شغل پیشخدمتی و خانواده‌ام خداحافظی کردم و با پسر 1 سالم به کالیفرنیا رفتم.
من باید این طرف و آن طرف میرفتم، اما کرایه ماشین ها خیلی زیاد بود. کجا می توانستم پول زیادی پیدا کنم؟ به نظر می رسید خودفروشی در همان شهری که پسرم را بزرگ می کردم مناسب نیست. من می توانستم با اتوبوس به شهر دیگری بروم، تمام شب را کار کنم و صبح به خانه برگردم. البته اگر می توانستم کسی را پیدا کنم که از پسر کوچکم مراقبت کند. شغل شبانه درآمد خوبی داشت و تا وقتی در شهری که پسرم در آنجا به مدرسه می رفت کار نمی کردم همه چیز خوب بود. می توانستم موقع کار مشروب هم بخورم. من کمک‌های رفاهی دولت را چون بهداشت و بیمه ارائه میداد را همچنان دریافت می کردم. وضعیت مالی خوبی پیدا کرده بودم. بعد از 1 سال آپارتمانی بزرگ و زیبا پیدا کردم که چشم اندازی رو به اقیانوس داشت. 1 ماشین جدید و 1 سگ اسکاتلندی اصیل هم خریدم. مددکاران اجتماعی کم کم کنجکاو شده بودند. نمیفهمیدم مشکل آنها چیست. من زندگی دوگانه‌ای را هدایت می کردم. روزها مادر بسیار خوبی بودم و شبها فاحشه‌ای مست. 1 روز در ساحل به مرد فوق‌العاده‌ای برخورد کردم و ما عاشق هم شدیم. فکر می کردم در بهشت هستم تا اینکه از من پرسید کجا کار می کنم. پیداست که دروغ گفتم. به او گفتم برای دولت کار می کنم و شغلی کاملا سری دارم که باید رازدار باشم. به همین دلیل است که باید شبها و آخر هفته ها مخفیانه در خارج شهر کار کنم. حالا شاید دیگر سوالی از من نمی پرسید. اما او پیشنهاد ازدواج داد. ما با یکدیگر به خانه جدیدی رفتیم. ولی با قرار ملاقات هایی که داشتم زندگی برایم سخت شده بود. وجدانم هم ناراحت بود. 1 شب در راه به ترافیک ساعت پر رفت آمد بزرگراه برخوردم. شروع کردم به گریه و احساس می کردم همه دروغ‌های زندگی در درونم منفجر شده است. از خودم متنفر بودم و دلم می خواست بمیرم. نمی توانستم حقیقت را به او بگویم، اما از دروغ گفتن هم خسته شده بودم. ناگهان فکری به سراغم آمد. بهترین تصمیمی بود که تا به حال گرفته بودم. بزرگراه را دور زدم و به طرف خانه رفتم و به او گفتم اخراج شدم. او باور کرد و با بطری‌های بزرگ شراب جشن گرفتیم. خیلی مشروب می‌خوردم تا بتوانم کابوس‌های گذشته‌ام را پنهان کنم. پیش خود مطمئن بودم که به همین زودی از این مشکل کوچک خلاص می‌شوم. اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. رابطه ما بر سر مشروب خوردن به هم خورد. من و پسرم، سگمان و 3 گربه سوار ماشین کوچکم شدیم و به شهری کوهستانی رفتیم. این شهر کوهستانی محلی بود که در زمان کودکی با پدر و مادر بزرگم به آنجا سفر کرده بودیم. داستان‌های دوران کودکیم و مردمان سرخپوست برایم زنده شد. مدتی بعد آنجا کار پیدا کردم. اتاقهای کوچک 1 پاتوق محلی را تمیز می کردم و دوباره از کمک رفاهی دولت استفاده کردم. بعد از اینکه به آنجا رسیدیم پسرم به مدرسه رفت. در آن هنگام هر روز نیم لیتر تکیلا می خوردم. بیهوشی ها هم همیشه رخ می داد. 1 روز مثل همیشه از خواب بیدار شدم. آخرین چیزی که یادم میآید این است که به شدت می‌لرزیدم و سست بودم و به سختی می‌توانستم روی پا بایستم. 1 قاشق غذاخوری عسل خوردم و امیدوار بودم مواد قندی لازم را به بدنم برساند. چیز دیگری که یادم میآید اتاق اورژانس است. آنها به من گفتند دچار سوء تغذیه هستم و 13.5 کیلوگرم کمبود وزن دارم. آنها جسارت داشتند که از من بپرسند چقدر مشروب میخورم. این چه ربطی به چیزهای دیگر داشت؟ قول دادم که هیچ وقت دوباره این کار را نکنم. برای اولین بار در زندگیم خیلی سخت تلاش کردم تا مشروب خوری را کنار بگذارم.
بعد از چند روز لرزش و تهوع احساس کردم که یک جرعه تکیلا هیچ ضرری ندارد. موفق شده بودم کمی وزن خود را افزایش دهم. اما 6 ماه بعد متلاشی شدم و پزشکان تشخیص دادن که زخم معده دارم. 4 روز در بیمارستان بستری شدم. آنها گفتند اگر مشروب خواری را کنار نگذارم احتمالاً میمیرم. پسرم به پدر بزرگ و مادر بزرگش تلفن زد و آنها به شهر کوهستانی آمدند تا از ما عیادت کنند. چندین سال بود که آنها را ندیده بودم. رفتارمان با هم بهتر از آن چیزی که انتظار داشتم بود. رابطه‌ای که آنها با پسرم برقرار کرده بودند باور نکردنی بود. پدرم با نوه‌اش برای گردش و پیاده روی به صحرا می رفتند و مادرم وقتی من کار می کردم از پسرم مراقبت می کرد. بیماریم بدتر شده بود. والدینم برای کمک به من و نوه‌شان از برگشتن به شهرمان منصرف شدند. من و پدرم تصمیم گرفتیم به یک مجلس سرخپوستی برویم. از وقتی بچه بودم دیگر در این مجالس پر تشریفات شرکت نکرده بودم. وقتی صدای طبل‌ها را می‌شنیدم و رقصیدن آنها را تماشا می‌کردم، احساس کردم اشتیاق زیادی در درونم جاری شده است. احساس می‌کردم بیگانه هستم. مشروب می‌خواستم. موهایم را به پایین کمرم بسته و مقداری جواهر فیروزه که طی سالها جمع کرده بودم به خودم آویخته بودم. شبیه آن آدم‌ها بودم، اما احساسم مثل هیچ یک از آنها نبود. احساس می‌کردم همه آنها چیزی می‌دانند که من نمی‌دانم. برای اینکه ثابت کنم دارم بهتر می‌شوم، دوباره راهی خیابان‌ها شدم تا پول بیشتری به دست آورم. به والدینم گفتم به پایین کوهستان میروم تا به دوستانم سری بزنم. در مسیر برگشت به خاطر رانندگی در حال مستی برای 3مین بار بازداشت شدم. تمام آخر هفته را کار کرده بودم. شب در زندان بدون مشروب خیلی طولانی به نظر می رسید. هفته ها و ماه ها گذشت و بیهوشی ها ادامه یافت و حتی بدتر شد. در یک میخانه محلی با مردی ملاقات کردم. او را خیلی دوست نداشتم، اما او خیلی پولدار بود و قطعاً مرا دوست داشت. او مرا به بهترین رستوران ها می برد و هدایای گران قیمت برایم می آورد. تا وقتی که با کمی مشروب سر حال بودم می توانستم تحملش کنم. کارمان به ازدواج کشید. بزرگترین انگیزه‌ای که از این کار داشتم این بود که از خیابانگردی و خود را در اختیار دیگران قرار دادن خلاص شوم. فکر می کردم دیگر مدت زیادی زنده نیستم. هر بار که برای درمان مشروب خواری به بیمارستان می رفتم چهره پزشکان بیش از پیش در هم به نظر می رسید. این ازدواج کار بیهوده‌ای بود و خیلی طول نکشید که آن مرد در مورد من همه چیز را فهمید. یک نفر درباره گذشته من چیزهایی به او گفته بود و او می‌خواست حقیقت را بداند. من خسته و مست بودم و حالت تهوع داشتم. دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. بنابراین همه چیز را اقرار کردم. بعد از آن هر روز با هم دعوا می کردیم و بیشتر از گذشته به بیمارستان می رفتم. یک روز بعد از ظهر احساس کردم که دیگر نمی خواهم به زندگی ادامه دهم. تفنگ را از روی بخاری برداشتم. من زندگیم را مدیون مردی هستم که با او ازدواج کرده بودم. او صدای جیغ پسرم را از بیرون شنید و به حالت دو به داخل خانه آمد. تفنگ را از من قاپید و آن را طرفی انداخت. بی‌حس بودم و نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است. مقامات قضایی پسرم را از من دور کردند و من به خاطر جنون آنی در سلول محصور شدم. به واسطه حکم قانون 3 روز آنجا بودم.
بعد از اینکه آزاد شدم تا چند هفته همه چیز برایم منظره مه‌آلودی داشت. یک شب شوهرم را با زن دیگری دیدم. ما با هم درگیر شده و من با اتومبیل او را تا وسط خیابان اصلی شهر یک نفس تعقیب نمودم. این کار باعث تصادف 6 اتومبیل شد و وقتی توسط قانون دستگیر شدم مرا دوباره به آن سلول فرستادند. موقع به هوش آمدن نمیدانستم کجا هستم و چطور به آنجا آورده شدم. دور گردن و مچ دستها و پاهایم را با طناب به یک میز بسته بودند. آنها داروهای قوی داخل رگ من تزریق کرده و مدت طولانی مرا در آن حالت نگه داشتند. 5 روز بعد آزاد شدم. وقتی بیرون آمدم هیچ کس منتظرم نبود تا مرا به خانه برساند. بنابراین سر جاده ایستاده تا سوار اتومبیلی شده و به خانه برگردم. وقتی به خانه رسیدم همه جا تاریک و در قفل بود و هیچ کس نبود که به من اجازه ورود بدهد. یک بطری مشروب تهیه و در دالان پشتی روی برف نشستم و مشروب خوردم. یک روز تصمیم گرفتم به رخت شورخانه بروم و کمی لباس بشویم. زنی با 2 فرزندش آنجا بود. او به سرعت به این طرف و آن طرف می رفت و لباسها را تا می زد و سپس مرتب درون 2 سبد بزرگ می گذاشت. این همه انرژی را از کجا به دست آورده بود؟ یک دفعه فهمیدم که باید لباسها را درون خشکم بگذارم. اما به یاد نمی آورم که لباسهایم را در کدام ماشین ریخته بودم. تقریبا داخل 20 ماشین را نگاه کردم. تصمیم گرفتم وضعیت را درست کنم. باید اینجا میماندم تا همه بروند و آن وقت لباسهایم را پیدا می کردم. آن زن وقتی کارهایش را تمام کرد، سبدهای لباس و بچه ها را درون اتومبیل گذاشت و به رخت شورخانه برگشت. روی یک تکه کاغذ کوچک چیزی نوشت، به طرف من آمد و کاغذ کوچک آبی رنگی را به من داد. سر در نمی آوردم که منظور او چیست. مؤدبانه لبخند زدم و از او تشکر کردم. روی کاغذ شماره تلفنی را دیدم که زیر آن نوشته شده بود: اگر می‌خواهی مشروب خوردن را ترک کنی، در هر ساعتی از شبانه روز که می‌خواهی به الکلی‌های گمنام تلفن بزن. چرا او این کاغذ را به من داد و چه چیز باعث شده بود که فکر کند من الکلی هستم؟ چطور نفهمیده بود که بطری در دست من لیموناد است؟ خیلی عصبانی بودم، دلخور شده بودم. کاغذ را مرتب تا زدم و در جیب پشتی شلوارم گذاشتم. طی چند هفته بعد هر روز مریض‌تر می شدم. یک روز صبح طبق معمول تک و تنها از خواب بیدار شدم. خیلی وقت بود شوهرم را ندیده بودم. مشروب احتیاج داشتم و بطری روی میز کنار تخت خوابم خالی بود. زانوهایم می لرزید. برخاستم، اما این زانوهای لرزان توان تحمل وزنم را نداشت. کف اتاق افتادم و برای پیدا کردن یک بطری مشروب شروع به خزیدن کردم. هیچ چیز نبود. یعنی مجبور بودم برای خرید مشروب از خانه بیرون بروم. کیف پولم را کف اتاق پیدا کردم. خالی بود. میدانستم توان رفتن به طرف ماشین را ندارم. وحشت زده بودم. به چه کسی میتوانستم تلفن بزنم؟ هیچ کدام از دوستانم را دیگر ندیده بودم و هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم به خانواده‌ام تلفن کنم. یاد آن شماره تلفن که در جیب شلوارم بود افتادم. چند روز بود که حتی لباس هم نپوشیده بودم. شلوارم کجا بود؟ همه جا را گشتم تا اینکه آن را کف اتاق خواب پیدا کردم. کاغذ توی جیبم بود. بعد از 3 بار تلاش موفق شدم شماره را بگیرم. خانومی تلفن را جواب داد. پرسیدم: من این شماره شماست؟ اینجا ای است؟ بله، شما میخواهی مشروب خوردن را ترک کنی؟ بله، لطفاً. من به کمک نیاز دارم. خدای من.
اشک‌های آتشینی را روی صورتم احساس کردم. او 5 دقیقه بعد جلوی در خانه‌ام بود. او فرشته بود. آن روز در رخت شورخانه از کجا پیدایش شد؟ از کجا فهمیده بود من الکلی هستم؟ چطور این همه وقت شماره او را نگه داشته و گم نکرده بودم؟ آن زن مطمئن شد که هیچ مشروب الکلی در خانه ندارم. او تا مدت‌های طولانی با من رفتاری جدی داشت. من هر روز به جلسات می رفتم و تمرین قدم‌ها را شروع کرده بودم. قدم اول به من نشان داد که در مقابل الکل و هر چیز دیگری که هوشیاری مرا به خطر بیاندازد و افکارم را به هم بریزد، عاجز هستم. الکل فقط علامت مشکلات عمیقی مثل عدم صداقت و انکار بود. بعد از آن باید به قدرتی برتر از خودم نزدیک می شدم که برایم خیلی سخت بود. چطور این آدم‌های سفید پوست فکر می‌کردند که می‌توانند مرا درک کنند؟ بنابراین آنها یک زن سرخپوست هوشیار را آوردند که یک روز با من کار کند. آن روز روز بزرگی بود. آن زن سرخپوست خیلی سختگیر بود. هیچ وقت او را فراموش نمی‌کنم. او مرا متقاعد کرد با بقیه فرقی ندارم. او گفت که این آدم‌های سفید پوست بهترین موجوداتی هستند که تا به حال در زندگی پیدا کردم. او پرسید جایی رو سراغ داری که آنها نباشند؟ چاره دیگری هم هست؟ شما فکر بهتری داری؟ چند نفر سرخ پوست سراغ داری که بخواهند به تو کمک کنند تا هوشیار بمانی؟ آن موقع به هیچ چیز نمی‌توانستم فکر کنم. تسلیم شدم و تصمیم گرفتم به روش آنها عمل کنم. من در جلسات فهمیدم که قدرت برترم قدرتی است سحر آمیز بالای سر مردم و من میخواهم آن را روح بزرگ سحر آمیز بنامم. 12 قدم مانند یک اهرم عمل میکرد و به عمق نادرستی و ترسم رخنه کرد. من آنچه از خود میدانستم دوست نداشتم. اما دلم نمیخواست به جایی برگردم که از آن آمده بودم. من فهمیدم که هیچ ماده‌ای روی این سیاره وجود ندارد که بتواند کمک کند تا من درست کار و صادق باشم. چیزی که مرا هوشیار نگه داشت تا به درست کاری و صداقت نزدیک شوم، عشقی بود که در جلسات الکلی‌های گمنام وجود داشت. برای اولین بار در زندگیم چند دوست پیدا کردم. دوستان واقعی که مراقبم بودند. حتی وقتی دلسرد بودم و احساس ناامیدی می کردم. بعد از 22 ماه هوشیاری بالاخره توانستم ترازنامه صادقانه ای را تکمیل کنم. قدم 5 مرا قادر ساخت که نقش خود را در به وجود آمدن کینه ها و ترس هایم ببینم. در فصل چگونگی عملکرد در کتاب بزرگ به سوالاتی برخوردم و پاسخ به این سوالات مرا با چگونگی واکنش‌های من در شرایط مختلف زندگی آشنا می‌ساخت. تمام پاسخ‌های من هر نوع کینه، چه واقعی یا خیالی، بیمارگونه و مخرب بوده است. من به دیگران اجازه کنترل کردن احساس خوب و نوع رفتار خود را میدادم. من فهمیدم که رفتار، نظرات و افکار دیگران به من هیچ ربطی ندارد. تنها چیزی که باید با آن سر و کار داشته باشم خودم هستم. من از قدرت برتر خود خواستم هر چیزی را که بر سر راه مثمر ثمر بودن من برای او و دیگران ایستاده از من دور کند و به من کمک کند زندگی جدیدی بسازم. شوهر کنونیم را در جلسه AA ملاقات کردم. ما با هم پیام AA را به مردم سرخپوست محدوده کوچنشین در سرتاسر کشور میرسانیم. بعد از حدود 2 سال هوشیاری به مدرسه رفتم و از پایه 5 شروع کردم. بعد از دانشگاه برای خود کسب و کاری راه انداختم. امروز کتاب‌هایی می‌نویسم و آنها را چاپ می‌کنم.
دخترمان در اوایل هوشیاری به دنیا آمد و اکنون به دبیرستان می رود. او هیچ وقت ندیده که مادرش مشروب بخورد. خانواده ما به معنویت اجدادمان برگشته است. ما در مراسم قدیمی با مردم خود شرکت می کنیم. ما تابلوهای بومیان هوشیار را به سازمانها و مدارس شبانه روزی سرخپوستان میبریم و بهبودی را تقسیم میکنیم. امروز زندگیم پر از صداقت است. کلمه دعا و ندای قدم 12 سرمایه‌ای برای تمام رفتار و آزادی روحانی و کامیابیم است. من افتخار میکنم که سرخپوست هستم. در یکی از جلسات ای در منطقه سرخپوستان این کلمات را شنیدم. هوشیاری مقدس است. من روی قله کوه مقدس می ایستم و به صدای باد گوش می دهم. حالا با خالق خودم هر روز رابطه آگاهانه دارم و او هم مرا دوست دارد. در سایه 12 قدم عشق و بهبودی در الکلی‌های گمنام همه چیز مقدس است. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 2 بار مورد لطف قرار گرفت. این زن الکلی که معلوم شد مبتلا به بیماری سیروز کبدی است، هم هوشیار شد و هم تحت عمل نجات بخش پیوند کبد قرار گرفت. امروز یکشنبه است، روز مورد علاقه من در هفته. همه چیز امن و امان است و من احساس فوق‌العاده شگفت انگیزی دارم. حس زنده بودن. خوشحالم که بگویم تقریباً همیشه همین حس را دارم. در ایام گذشته یکشنبه همیشه روز ماجراجویی های من بود. همان چیزی که من روزهای مشروب خاریم می نامم. روزهای قدیم چون آخرین روز هفته بود و با تمام شدن این روز چند روز مهمانی رفتن با دوستانم متوقف می شد. من هیچ وقت به جایی که مهمانی نبود نمی رفتم و اگر تردیدی داشتم به یک موقعیت خوب دیگر فکر می کردم. کاری می کردم که به مهمانی تبدیل شود. یادم نمی آید که مشروب در زندگیم نبوده باشد. حتی وقتی که جوانتر بودم و مشروب نمیخوردم همیشه در اطرافم بود. یادم میآید در اوایل مشروب خاریم فکر میکردم که من الکلی نیستم و هیچ وقت هم الکلی نمیشوم. نمیدانستم که الکلی چگونه زندگی میکند. آن وقت نوجوان بودم و فکر میکردم فقط برای سرگرمی الکل مینوشم و میتوانم به خوبی آن را کنترل کنم. وقتی که به سن قانونی مشروب خواری رسیدم، کارم از مشروب خواری در مهمانی‌های آخر هفته فراتر رفته بود و یک شنبه که آخرین روز هفته بود دوباره اولین روز هفته میشد، من هر روز مشروب میخوردم. در دوره جوانی برای برقراری ارتباط با دیگران مشروب میخوردم. من هیچ کس را نمی شناختم که مشروب نخورد. همه دلبستگی هایم، دوست هایم و روابط صمیمانه ترم کاملا در اطراف مشروب خواری میچرخید. طی سالها در ظاهر بزرگ شدم و زندگی میکردم. اما همه چیز فقط ظاهری بود. من فقط از نظر فیزیکی بالغ شدم. در ظاهر نرمال به نظر می رسیدم. می دانستم که من مشروب می خورم و همه همین کار را می کنند. اما من خیلی خوب رفتار می کردم و فقط به طور شانسی هیچ آسیبی به من نرسید غیر از چند مورد. حالا که به گذشته نگاهی می اندازم، تصویر زندگیم قبل از هوشیاری مجموعه‌ای از موارد ناتمام است.
طی سالها هر چیزی را که باعث پیشرفت بود رها کرده بودم. دانشگاه، پیشرفت در زندگی و روابط. پس از مدتی بعضی چیزها عوض شد. چند سال قبل از اینکه بالاخره مشروب خواری را ترک کنم، بدنم علایمی بروز داد که نشان میداد ادامه این مسیر آنقدرها هم که به نظر میرسد بی ضرر نیست. آزمایش‌هایی انجام شد، اما هیچ تشخیص قطعی تایید نشد. پزشکان به من توصیه کردند که رژیم غذایی سالمی داشته باشم و مراقب مصرف الکل باشم و چند پیشنهاد احتیاط آمیز دیگر هم دادند. من هنوز جوان بودم و با خودم فکر کردم که اگر به بدنم استراحتی بدهم با کاهش مصرف الکل میتوانم به حال اول برگردم. طی چند سال آینده فقط چند بار احساس بیماری داشتم و بدون توجه و رسیدگی به شکل واقعی مشروب خوریم همچنان تشدید شد. وقتی علایم بیماریم بیشتر شد، بالاخره مجبور بودم به این احتمال فکر کنم که مشروب خوردن علت همه بیماری هایم است. برای لحظاتی بسیار کوتاه فهمیدم که شاید در آینده مجبور باشم مشروب خوردن را ترک کنم. همراه با این احساس ترس و سوالات بسیار زیادی هم آمد که چطور زنده خواهم ماند؟ با زندگیم چه کار خواهم کرد؟ قطعاً زندگی بدون مشروب به معنای نداشتن تفریح و سرگرمی بود. تا لحظه‌ای که فهمیدم مجبورم شرابخواری را رها کنم، احساس می‌کردم که آدم شادی هستم. من زندگی خوبی داشتم. شغل خوب، محلی خوب برای زندگی، اتومبیل، دوست، همه چیزهایی که فکر می‌کردم در زندگی لازم دارم. احساس می‌کردم برای ترک مشروب کمک لازم دارم. اما این افکار به سرعت سپری می‌شد و هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمی‌شد. بیماریم به طور جدی داشت بدتر می‌شد. بیشتر اوقات قادر نبودم از رخت خواب بلند شوم و سر کار بروم. مشکلات جدیدی پیدا کرده بودم. تصمیم گرفتم که بطری مشروب را از خود جدا کنم. اما ترک کردن به تنهایی زجر آور بود. مواقعی که پاک بودم خیلی ضعیف و بیمار می شدم. سپس گاهی اوقات کمی می نوشیدم و این خارج از کنترلم بود. من تنها بودم و مشروب می خوردم. آن مستی های آخر به لرزش های غیر قابل کنترل، حالت تهوع و حتی توهم انجامید. در آخر وحشت زده بودم و عذاب می کشیدم. احساس می کردم در دنیا کاملا تنها هستم. زنجیره‌ای از وقایع باعث شد که با پزشک جدیدی ملاقات کنم. من باید به پزشک مراجعه می کردم چون دوباره به شدت بیمار شده بودم و قادر به کار کردن نبودم. شکمم متورم شده بود. قوزک هر دو پایم نیز تقریباً 2 برابر اندازه معمولی ورم کرده بود و اینها به خاطر حبس شدن مایعات بود. سفیدی های چشمم به علت یرقان زرد شده بود. در سرتاسر بدنم وریدهایم منقطع و تار عنکبوتی بود. پوستم در همه قسمتها می‌خارید و رنگ خاکستری مایل به سبز و کوری به خود گرفته بود. ظاهراً خونم خیلی رقیق شده بود چون با کوچکترین تماس بدنم دچار خونمردگی وحشتناکی میشد و حتی یک خراش بسیار کوچک مدت زیادی خونریزی داشت. نقاط تیره رنگی روی صورت و بازوهایم ظاهر شد. موهایم میریخت و چون اصلاً اشتها نداشتم خیلی ضعیف و خسته بودم. پزشک جدید نگاهی به ظاهر و نتایج آزمایشات خونم انداخت و پرسید آیا مشروب میخورم؟ گفتم قبلا میخوردم اما مدتی است که دیگر نمیخورم. دروغ آشکاری بود. در واقع تنها کسی که فریب میخورد خودم بودم.
دکتر جدیدم توضیح داد که من مبتلا به بیماری هستم که سیروز کبدی نامیده می شود. به راحتی نمیشد گفت که چقدر پیشرفت کرده. اما با علائمی که من داشتم و نتایج آزمایشات بیماری نسبتاً پیشرفته به نظر می رسید. تصویری که او ترسیم کرده بود خیلی تأسف آور بود. همچنان که بیماری پیشرفت می کرد من مریضتر و ضعیفتر می شدم. بالاخره پیشرفت این بیماری دردناک معمولاً باعث خونریزی از درون شکم و سپس رفتن به حالت کما و مرگ می گردید. او مرا به یک کلینیک خصوصی فرستاد، نه یک کلینیک عادی با تیم پزشکی معمولی، بلکه به کلینیک پیوند کبد. در گفتگوهای اولیه با این گروه پزشکان مشخص شد که اگر میخواهم زنده بمانم باید ثابت کنم که دیگر قرار نیست الکل بخشی از زندگیم باشد. آن وقت 37 سالم بود. در مقایسه با اتفاقی که برای جسمم رخ داد زنی نسبتاً جوان بودم. ناگهان احساس کردم از مردن میترسم. ناامید بودم. قبل از آن هم در جلسات AA شرکت کرده بودم، اما حرفهای دکترها به طریقی راه مرا مشخص کرد. در اولین جلسه حرفهایی که حاضرین جلسه می زدند ابتدا در گوشهایم، سپس به سرم و بالاخره به قلبم رخنه کرد. اعضای الکلی های گمنام به من هدیه‌ای دادند. هدیه‌ای که در آن خود را متمایل به زندگی می دیدم و پس از چند هفته حضور در جلسات کم کم به این باور رسیدم که این برنامه می تواند برای من مؤثر باشد. طی 6 ماه بعد هر روز حداقل 2 یا 3 بار در جلسات شرکت می کردم. راهنمای صبور و فوق‌العاده‌ای پیدا کردم. او به من کمک کرد قدم‌ها را تمرین کرده و اصول را اجرا کنم. 6 ماه در کلینیک تحت نظر بودم. حداقل هفته‌ای 1 بار و گاهی هم به طور اتفاقی آزمایش خون می‌دادم تا مشخص شود که الکل ننوشیدم. با روانپزشک تیم پیوند کبد هر هفته جلسه داشتم. اعضای خانواده هم در برخی از آن جلسات شرکت می‌کردند. دکتر حتی با راهنمایم هم تماس داشت. دستورالعمل دیگر این بود که با یک گروه حرفه‌ای در جلسات خصوصی روان درمانی انجام دهم. این نیز چیزی نبود که من برای خودم انتخاب کنم، اما مشخص شده که نیروی بسیار مثبت در زندگیم بوده است. در دوره بررسی سوابقم شواهدی وجود داشت که نشان میداد هر کاری که ممکن بود انجام دادم تا از ادامه هوشیاریم مطمئن شوم. پس از یک دوره 6 ماهه رسما به عنوان داوطلب پیوند کبد در لیست قرار گرفتم. وقتی که اسمم در لیست انتظار پیوند قرار گرفت خیلی مریض شده بودم. کبدم از کار افتاده بود و انتظار شروع شده بود. هیچ راهی نبود که بفهمم چقدر طول می کشد یک عضو مناسب پیدا شود یا اینکه اسمم به بالای لیست برسد، نوبتم فرا رسد. گاهی اوقات از جریان انتخاب آزمایشات و نظارت دقیق برنامه AA و انتظاری ظاهراً بی‌پایان احساس نفرت می کردم. مسلماً فقط به دلیل برنامه الکلی‌های گمنام بود که توانستم از آن کینه رها شوم. در واقع طی آن ماه‌های قبل از عمل جراحی بی نهایت احساس آرامش داشتم. پس از 6 ماه شانس دوم و هدیه دوم زندگی به من عطا شد. عمل جراحی بسیار موفقیت آمیز بود و روند بهبودی آغاز شد. از آن موقع چندین سال گذشته است. وقتی با دید روشن نگاهی به گذشته می اندازم، می بینم نمی توانستم در مسیر ساده تری باشم. من با تمایل نمی توانستم مسیر زندگی را متوقف کنم. من به واقعیت ناگواری نیاز داشتم تا زیانهایی که مصرف الکل در بسیاری جهات ایجاد می کند را ببینم.
من باید مجبور به پذیرش و فروتنی می شدم. وضعیت فیزیکیم قطعاً دستخوش تغییراتی شده. اما تغییر اصلی که در من ایجاد شد روحانی است. ناامیدی جای خود را به امید فراوان و اعتقاد صادقانه داده است. اعضای الکلی‌های گمنام جای امنی را فراهم کردند که اگر در آنجا آگاه بمانم و ذهنم را به اندازه کافی آرام نگه دارم، قدرت برترم درک حیرت انگیزی به من عطا می کند. من در زندگی روزانم در خدمت به ای و زنده بودن شادی پیدا می کنم. اتاقهایی پیدا کردم که پر از انسانهای فوق‌العاده است و همه وعده های کتاب بزرگ برایم به حقیقت پیوسته است. چیزهایی که از تجربیات خودم از کتاب بزرگ و از دوستانم در ای یاد گرفتم، صبر، پذیرش، صداقت، تواضع و اعتقاد واقعی به قدرتی برتر از خودم ابزارهایی هستند که امروز از آن استفاده می کنم تا این زندگی گرانبها را حفظ کنم. امروز زندگیم پر از معجزه‌های کوچک و بزرگ است که اگر من درب الکلی‌های گمنام را پیدا نکرده بودم، هیچ یک از آنها اتفاق نمی‌افتاد. ساختن یک زندگی جدید. این مرد توهم زده که قبلا خانواده شادی داشت و گیر مأمورین کلانتری و پرسنل بیمارستان هم افتاده بود، هدیه غیر منتظری از سوی خداوند دریافت کرد که شالوده محکمی در خوشی‌ها نگهدارندگی هوشیاری او بود. ما تمام روز در کشتزار بوده و علوفه ها را جمع می کردیم. وقتی کارها تمام می شد، مردها یک گالون شراب مسکاتل می آوردند. من هم مقدار کمی می خوردم، چون می خواستم مثل مردها باشم و چند دقیقه احساس آنها را داشته باشم. پس از آن در زیر میزی که مادرم به کارگران غذا می داد به خواب می رفتم. وقتی مرا پیدا می کردند به رخت خواب می بردند و روز بعد فقط غرولند می شنیدم. آن زمان 6 سالم بود. سالهای اول زندگیم در مزارع عمه و عمویم سپری شد. آنها بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شدند مرا بزرگ کردند. پدرم 2 برادر و 2 خواهرم را نگه داشت. مادر بزرگ مرا که بچه بودم گرفت. اما چون بزرگ کردن بچه سخت بود و خرج داشت و پول زیادی میخواست، من از مزرعه سر درآوردم. زندگی در آن روزها فقط در کار سخت خلاصه میشد. ما هر چرا که خودمان میکاشتیم میخوردیم، به اضافه چند کالای انباری که داد و ستد میکردیم. در سن 8 سالگی گاو آهنی را که با اسب حرکت میکرد به تنهایی هدایت میکردم. در خانواده و در مزرعه ما فقط اسپانیایی حرف میزدیم. وقتی به مدرسه رفتم مجبور شدم انگلیسی صحبت کنم و به من گفتند اسپانیایی صحبت کردن درست نیست. همیشه احساس می‌کردم به اندازه بچه‌های مدرسه باهوش نیستم یا به اندازه آدم‌های دیگر خوب نیستم. می‌دانستم که در مزرعه هر کاری می‌توانم انجام دهم، اما در مدرسه همه چیز فرق می‌کرد. در سن 13 سالگی قد بلند و قوی بودم و بزرگتر از سنم به نظر می‌رسیدم. عمه و عمویم مرا به یک شهر بزرگتر فرستادند که با خانواده زندگی کنم و درس بخوانم و امیدوار بودند که این کار به من کمک کند. من با جوانهای 18 ساله میگشتم و آنها مرا به میهمانی هالووین بردند. با اولین جرعه ویسکی که آنها به من دادند تقریبا احساس خفگی کردم. اما با جرعه دوم احساس کردم که ماده خیلی خوبی است. باعث می شد که احساسی مثل آنها داشته باشم. مهم نبود که فقط 13 سالم بود. احساس می کردم که مثل آنها بزرگ هستم. آخر شب بیهوش شدم و یکی از دوستان مرا به خانه برد.
در 15 سالگی تابستانها برای به دست آوردن پول در چیدن محصول کمک می‌کردم و هر شب دزدکی به مزارع دیگر می‌رفتم تا با دروگرهای دیگر آبجو بنوشم. من وقتی با آبجو سر حال می‌آمدم می‌توانستم با جنس مخالف حرف بزنم و به مهمانی بروم و درست مثل همه می‌توانستم خوش بگذرانم. من شبیه دیگران بودم، حتی اگر آنها از من بزرگتر بودند. تابستان سال بعد در طول تعطیلات به کارهای ساختمانی پرداختم. من با مردهای بزرگتر کار می کردم و عصر با آنها به میخانه می رفتم. متصدی بار آبجو را جلوی مردی که کنار من نشسته بود می گذاشت. اما در واقع برای من بود. جمعه ها روز پرداخت حقوق بود. آن روز را دوست داشتم چون بیرون می رفتم و مست می شدم. کم کم آخر هفته ها مشروب می خوردم. بنابراین می توانستم به مجالس رقص بروم و با آدم هایی که مثل خودم مشروب می خوردند ول می گشتم. پولهایمان را روی هم می گذاشتیم تا برای شب مشروب بخریم و چون من بزرگتر به نظر می رسیدم مشروب را من می خریدم. من می توانستم با جنس مخالف حرف بزنم و آدم مهمی به نظر برسم چون هم مشروبات الکلی و هم جنس مخالف را داشتم. 2 روز قبل از کریسمس عازم سفر بودم. برای آموزش مقدماتی می رفتم. یک ایستگاه مانده به آخرین ایستگاه من و دوستانم از قطار پیاده شدیم و به سرعت به طرف بار رفتیم تا مشروب بخریم و کریسمس را جشن بگیریم. وقتی به قطار برگشتیم به ما هشدار دادند که پلیس‌های نظامی دارند بطری‌های مشروب را از پنجره بیرون می‌اندازند. بنابراین مشروب‌ها را تند تند و به سختی نوشیدیم و مست شدیم. بعد از آموزش مقدماتی ما را به پایگاه‌های مختلفی فرستادند. من اغلب مشروب نمی‌خوردم چون نمی‌خواستم عقب بیفتم، اما هر بار که شروع به خوردن مشروب می‌کردم تا همه آن تمام نمی‌شد متوقف نمی‌شدم. نمی‌دانستم چطور باید بگویم می‌خواهم درست از مشروب بنوشم. در دوره مرخصی وقتی به زادگاهم برگشتم با زنی جوان ازدواج کردم و 1 سال بعد اولین دخترمان به دنیا آمد. وقتی از نیروی هوایی به خانه می آمدم کمی که می گذشت مهمانی شروع می شد. در ابتدا فقط آخر هفته ها می نوشیدم و با رفقای قدیمی و همسران جدیدشان به مهمانی می رفتم. تنها تصادفی که در حین مستی داشتم همان سال اتفاق افتاد. من و دوستم با هم بودیم. ما با یک اتومبیل پارک شده تصادف کردیم و از صحنه تصادف فرار کردیم. صبح روز بعد نگاهی به روزنامه ها انداختیم تا ببینیم به آن تصادف اشاره شده یا نه. هیچ خبری نبود. همان شرکت ساختمانی که تابستانها وقتی بچه دبیرستانی بودم برایشان کار می‌کردم مرا برای کارآموزی نجاری به کار گرفت. من باهوش بودم و خیلی زود یاد می‌گرفتم. بعد از آن خیلی زرنگ شدم و همه کارهایی را که آنها برایم کرده بودند فراموش کردم. بابت پولی که فکر می کردم قول دادند از آنها شکایت کردم و آنها هم مرا اخراج کردند. با استفاده از گواهی نظامی شبها به مدرسه مکانیک می رفتم و برای روزها در شهر کاری پیدا کرده بودم. درست در همین مواقع مشروب خوری را به شکل واقعی شروع کردم. همکارانم در محل کار برای خود تشریفاتی داشتند. همین که به محل کار می رسیدند یک بطری شراب می خریدند. اوایل من با آنها همراهی نمی کردم. من شراب نمی خوردم و خیلی هم سرسخت بودم. اما بعد از مدتی یک روز تصمیم گرفتم که من هم بنوشم. 2 جام نوشیدم. آن را دوست داشتم. در مدت 5 سال بعدی هر روز می نوشیدم. بالاخره یک روز هنگام کار آسیب دیدم و مرا به مدت 1 هفته به خانه فرستادند.
آنها فکر می‌کردند که من به زودی سر کار می‌روم، اما نرفتم. نمی‌توانستم چون هر روز مست بودم. روز چهارم کارفرمایان به خانه‌ام آمدند تا به من سری بزنند. من خانه نبودم، اما قبل از اینکه آنها بروند مست به خانه برگشتم. آنها چیزی نگفتند. اما روز بعد سرپرست اتحادیه به من گفت قرار است اخراج شوم. من هم به شهرداری رفتم و استعفا دادم. طی آن سالها همسرم 3 دختر دیگر به دنیا آورد. وجودم سرشار از پشیمانی، گناه و ترس بود، چون هیچ شغل و درآمدی نداشتم. میدانستم که بدبخت شدم. به نظرم این به خاطر بدشانسی بود، نه به خاطر خودم. هر کار ساختمانی که پیدا می کردم انجام می دادم، حتی اگر وابسته به اتحادیه نبود. پسر اولم به دنیا آمد و 2 سال بعد دومین پسرم نیز متولد شد. دوباره غرور خود را به دست آورده بودم. اما همیشه در حیرت بودم که چرا باید این همه کار کنم و پولش توی جیب بقیه برود. فکر کردم باید پیمانکار شوم و برای خودم کار کنم. بنابراین امتحان دادم و مجوز گرفتم. مشروب خوریم را کمی کاهش دادم و کسب و کارم روز به روز بهتر شد. اما دوباره مشروب خوردن را افزایش دادم. من به بار می رفتم و کارگران را به حال خودشان رها می کردم. سال 3 همه وقتم را در میخانه ها می گذراندم. نمی توانستم کارهایی را که قبول کرده بودم تمام کنم. تمام پولهایم را خرج کرده بودم. در وضعیت بدی قرار داشتم. من یک الکلی به تمام معنا بودم، ولی خدا و بخت بد را سرزنش می کردم. از پا افتادم. نمی توانستم دوباره برخیزم. بنابراین کارم را از دست دادم. طی 3 سال آینده کارهای موقتی و دوره‌ای انجام می دادم. 2 روز اینجا، 3 روز آنجا، به سختی پول در می آوردم. خرج خانوادگی به این بزرگی زیاد بود. خرج مشروب خوریم هم زیاد بود و پول کافی به خانه نمی آوردم. همسرم خسته شده بود و دائم غرولند و نفرین می کرد و من فقط می خواستم از همه اینها فرار کنم. شروع کردم به کار کردن در خارج شهر. یک بار در شرکت روکش آلومینیوم سرکارگر بودم. نمیدانم چطور کارها را تمام می کردیم. من هر روز صبح مریض و خمار بودم. کارگران باید منتظر می ماندند تا من بیایم آن وقت کار را شروع کنند. هنگام ظهر به باری می رفتم تا خود را بسازم و بعد هنگام شب مهمانی می گرفتم. در خانه کارمان فقط دعوا بود. بالاخره تصمیم گرفتم از آن خانه بروم تا بچه‌ها دیگر مرا مست نبینند. فکر می کردم حالا دیگر واقعا می توانم بنوشم. همسرم زیر پوشش کمک‌های رفاهی دولت قرار گرفت و من بعد از مدتی دیگر هیچ پولی به آنها نمی دادم. فکر می کردم باید برای مشروب خوردن به اندازه کافی پول داشته باشم. من به انجام کارهای ساختمانی ادامه دادم، اما خیلی قابل اطمینان نبودم. به مدت 3 یا 4 هفته خوب کار می کردم. بعد از آن دلم نمیخواست صبحها از جایم بلند شوم. فکر میکردم کار دیگری پیدا کنم، اما همیشه اخراج میشدم. چند سال بعد به خاطر رانندگی در حال مستی دستگیر شدم. اما با کمک یکی از دوستانم که پلیس ایالتی بود، جرم من به بی احتیاطی در رانندگی تخفیف یافت. با این حال به من گفتن که اگر یک بار دیگر قانون شکنی کنم، گواهی نامه ام توقیف می گردد. در همان زمان بود که برای اولین بار AA را امتحان کردم. من نمی توانستم هوشیار شوم، اما مست هم نمی توانستم بشوم. احساس پشیمانی، ترس و گناه سراسر وجودم را گرفته بود. به یک مغازه همبرگر فروشی که نزدیک آپارتمانم بود رفتم. در دفترچه راهنمای تلفن دنبال شماره تلفن انجمن AA گشتم و به آنها تلفن زدم.
2 مرد به آپارتمان من آمدند و پیش من ماندند و با هم قهوه خوردیم تا میخانه ها تعطیل شدند. آنها به مدت 1 ماه همیشه پیش من می آمدند. مرا به جلسه می بردند. فکر می کردم تا اینجا خوب پیش رفتم، بنابراین دیگر نیازی به آنها ندارم. احساس می کردم آن 2 مرد همیشه دنبالم هستند و مرا خیلی اذیت می کنند. بنابراین دوباره مست شدم تا از شر آنها خلاص شوم. پس از آن به کالیفرنیا رفتم. وقتی که من به هر جایی سفر می کردم و بچه هایم تحت پوشش خدمات رفاهی دولت بودند، هیچ کس را نمی شناختم که بتواند پولی را که من در مشاغل ساختمانی اتحادیه‌ای در کالیفرنیا در می آوردم در بیاورد. اما همه آن را خرج مشروب خواری می کردم. نگران بچه هایم نبودم چون همیشه مست بودم. برای آنها هدایایی فرستادم. زمان هوشیاری نگران آنها می شدم. بنابراین دوباره مشروب می خوردم. نمی توانستم هوشیار بودن را تحمل کنم چون نمی توانستم بی تفاوتی خود را نسبت به بچه هایم تحمل کنم. هنگام کار خیلی مشروب می خوردم. نجارها مدت کوتاهی کار می کردند. آنها فلاسک هایی برای خنک نگه داشتن آبجو داشتند. محیط کار پر از قوطی های آبجو بود. هر روز صبح زود به مغازه‌ای که سر تا سر شب باز بود می رفتم تا 1 بطری شراب بخرم و در فلاسک نگه دارم که مرا تا موقع نهار نگه دارد. سپس در وقت نهار برای بعد از ظهر مشروب می خریدم و در راه برگشت به خانه 6 قوطی آبجو و 1 بطری شراب برای غروب می خریدم. این چرخه زندگی من شده بود. یک بار وقتی داشتم از خانه دوستم برمیگشتم، کامیون مرا متوقف کردند. چون داشتم زیگزاگی حرکت می کردم و مرا جریمه DWI کردند. یعنی رانندگی در حال مستی. با $300 جریمه نقدی و 1 سال آزادی مشروط به خانه برگشتم. 3 ماه بیکار بودم که برایم به معنای 3 ماه مهمانی بود. وقتی پولهایم تمام شد به دنبال کار رفتم. هرچند کارت اتحادیه کالیفرنیا که من داشتم هیچ ارزشی نداشت. دوباره برای همان کارفرمای اولم به عنوان سرکارگر مشغول کار شدم. حالا که نگاهی به آن روزها میاندازم فکر میکنم خدا با من بود و من تمام این مدت خدا را به خاطر مشکلاتم سرزنش میکردم. از آنجا که بعد از 3 ماه اولین کاری بود که پیدا کرده بودم جشن گرفتم و مست شدم. من به محل کار می رفتم و کارگران را آماده به کار می کردم و سپس فرار می کردم و می رفتم تا مشروب بنوشم. این وضع ادامه یافت تا یک روز صاحب شرکتی که برایش کار می کردم مرا توبیخ نمود و من اخراج شدم. اسم من در لیست کاریابی اتحادیه بود و من شغلهای خوبی با شرکتهای خوب پیدا می کردم. سعی کردم هوشیار بمانم. گاهی اوقات می توانستم به مدت 1-2 هفته دوام بیاورم. اما دوباره مست می شدم. آن موقع بچه هایم را زیاد می دیدم. چون پشت خانه همسرم که با پدر زنم زندگی می کرد آپارتمانی گرفته بودم. آن وقت دخترهایم ازدواج کرده بودند و پسرهایم دبیرستانی بودند. من در تصمیمات خانواده دخالتی نداشتم و فقط حضور فیزیکی داشتم. آن سال من دوباره در برنامه درمان الکل شرکت کردم. اولین بار که تحت درمان بودم داشتم در حمام جلوی آینه صورتم را اصلاح می کردم. به نظرم رسید که ریشم دوباره با سرعت رشد می کند و نمی توانم آن را بتراشم. با آنکه لباس بیمارستان به تن داشتم از روی نرده ها پریده و به طرف خیابان فرار کردم. زمانی که پلیس ها آمدند به جلوی در خانه زنی رسیدم و در خانه را زدم تا اجازه دهد وارد خانه شوم و زمانی که پلیس ها رسیدند سعی کردم آنها را قانع کنم که آن زن همسر من است.
و فرزندانم داخل خانه هستند. اما آنها مچبند بیمارستان را روی مچم دیدند و مرا برگرداندند. آن روزها روزهایی بود که مرا می‌بستند تا وقتی به حالت دلیریوم ترمنز می‌روم از من محافظت کنند. آن دلیریوم ترمنز ها بدترین دلیریوم ترمنز هایی بود که تا آن وقت تجربه کرده بودم. هیچ وقت در زندگی اینقدر نترسیده بودم. فکر می کردم گانگسترها دنبالم هستند و می خواهند مرا بکشند. آنها اجیر کرده بودند. بنابراین سعی می کردم خیلی آرام باشم و مخفی شوم تا مرا پیدا نکنند. دکتر به من گفت اگر دوباره به همان شکل به حالت دلیریوم ترمنز بروم دیگر از آن حالت بیرون نمی‌آیم. بعد از آن تجربه 3 ماه هوشیار ماندم و چند بار به جلسات AA رفتم. سپس دوباره شروع کردم به مشروب خواری. بعد از آن دوباره به برنامه درمان برگشتم، اما این بار آنقدرها مریض نبودم و 3 ماه دیگر هوشیار ماندم. سپس به عیاشی پرداختم که 10 روز طول کشید. پر از ترس و وحشت بودم و نمیتوانستم راه بروم. مجبور بودم بخزم تا به حمام برسم. بالاخره خود را تمیز کرده و به محل کار میرفتم. سپس یک مهمانی شکرگزاری در محل کار دوباره باعث شد مشروب خواری را شروع کنم. تا کریسمس هر روز مشروب میخوردم. بعد از آن مدتی توقف دوباره مشروب خواری جدی را شروع کردم. اواسط ژانویه دچار توهماتی شدم که از بین نمی رفت. من به بخش برنامه درمانی پناهگاهی تلفن زدم و از آنها درخواست کمک کردم. آنها گفتند که به مدت 3 روز می توانند مرا بپذیرند. مشروب خوردم تا این 3 روز سپری شود. عجیب آن است که می دانستم وقتی وارد برنامه شوم مشروب خوریم بیشتر می شود. یکی از دخترهایم مرا به آنجا برد و کمکم کرد که فرمها را تکمیل کنم. وقتی وارد ساختمان شدم ظاهر خمیده‌ای داشتم. توهماتم دوباره شروع شد و پرسنل آنجا مرا به اتاقی منتقل کرد که کف آن بسیار نرم بود. آنها آن اتاق را تیوی می نامیدند. اتاق تلویزیون. فکر می کردم در زندان هستم و این آدمها می خواهند مرا بکشند. وقتی در اتاق را باز کردند به طرف پنجره‌ای که پایین اتاق بود دویدم و می خواستم فرار کنم. آنها مرا گرفتند چون می ترسیدند از پنجره بیرون بپرم. همچنان شانه‌ام را به دیواری می‌کوبیدم و تلاش می‌کردم فرار کنم. کارکنان بخش به کلانتری تلفن زدند و سپس 3 وکیل، 2 مشاور و 2 پرستار مرا نگه داشتند تا آمپولی به من تزریق شود. بالاخره به آرامی مانند مردی که آماده مرگ است خوابیدم. 3 روز بعد بیدار شدم. برهنه و بدبو بودم. آنها مرا تمیز کردند و من احساس خوبی داشتم. هیچ وقت چنین احساسی نداشتم. مثل این بود که هیچ وقت مشروب نخورده بودم. من به جلسات درمانی رفتم و هر چرا می گفتند گوش کردم. آنها مرا به جلسات AA نیز بردند. من آنچه که اعضای AA داشتند را می خواستم. فکر نمی کنم تا به حال چیزی را به اندازه AA خواسته باشم. در آن روزها آدمها را می دیدم که لباسهای مناسبی به تن داشتند و خوب به نظر می رسیدند. من هم می خواستم همانطوری باشم. از آن وقت دیگر فکر مشروب به سرم نزده است. به انجام بعضی کارهای دیوانه‌وار فکر کردم، اما هرگز به مشروب خوردن فکر نکردم. برای من هوشیاری هدیه‌ای است که خداوند به من عطا فرموده. اگر مشروب می‌خوردم مثل این بود که هدیه را پس داده باشم. اگر انسان هدیه‌ای را پس بدهد، خب آن شخص هم هدیه را پس می‌گیرد. درست است؟ اگر خداوند آن را پس می‌گرفت، من می‌مردم. اولین سالی که در AA بودم در هفته حداقل 7 بار جلسه می‌رفتم. جلسات را دوست داشتم.
مانند آدم‌هایی که در ابتدا دیدم بهترین لباس خود را می‌پوشیدم. مشغول کار شدم. کارمان ساختن یک تفریحگاه بود. در آنجا یکی از اعضای AA نیز مشغول کار بود. او 8 سال هوشیاری داشت و ما هر روز با هم صحبت می‌کردیم. حالا می‌فهمم که خدا آن مرد را آنجا بر سر راهم گذاشته بود. آن سال یک پیشنهاد کاری در شهر و پیشنهاد کاری دیگر با یک شرکت ساختمانی در خارج شهر به من داده شد. با راهنمایم مشورت کردم. او گفت جایی بمانم که از حمایت گروه و دوستانم در AA برخوردار باشم. من برای ماجراجویی در این برنامه خیلی مناسب نبودم چون به تازگی وارد این برنامه شده بودم. من به شهر رفتم و اکنون از آنجا بازنشسته شدم. کار کردن آدمی مثل من با یک کارفرما به مدت 18 سال. وقتی هوشیار شدم نزد همسرم برگشتم و او نیز مرا پذیرفت. احساس می کردم باید برگردم تا از بچه‌هایی که زمانی رها کرده بودم و زیر پوشش خدمات رفاهی قرار گرفتند مراقبت کنم. سومین پسرم فرزند AA است. یعنی در طول دوره‌ای که به AA می رفتم به دنیا آمد. من به دیدن مسابقات ورزشی پسرها می رفتم. در آنجا در تیم همراه بچه‌ها اعضای AA هم بودند و ما وقتمان را در مسابقات می‌گذراندیم. من واقعا لذت می‌بردم. بچه حاصل هوشیاریم اکنون به دانشگاه می‌رود. من با تمام فرزندانم روابط خوبی دارم. من که با کمک راهنمایم رو به جلو می رفتم بیدرنگ وارد کار خدماتی شدم و واقعا از آن لذت می بردم. حالا من نماینده خدمات عمومی گروه اسپانیولی زبانها هستم و احساس خود را در خصوص این هدیه بزرگ هوشیاری به زبان اصلیم ابراز می کنم. در طول این سالهای هوشیاری دوره‌های سختی هم وجود داشته است. بعد از 5 سال هوشیاری همان دخترم که مرا به برنامه درمان برد و کمک کرد بستری شوم ناپدید شد. دوستانم در AA در جستجوی او به من خیلی کمک کردند اما او هیچ وقت پیدا نشد. من و مادرش 3 دختر او را بزرگ کردیم اما من مجبور نبودم مشروب بخورم. به جلسات می رفتم و درد خود را تسکین می دادم. چند سال پیش وقتی یکی دیگر از دخترهایم به خاطر بیماری سرطان درگذشت باز هم همین کارا کردم. چیزی که من یاد گرفتم این است که مهم نیست که چه سختی‌ها و خسارت‌هایی را در هوشیاری تحمل کردم. مهم این است که مجبور نبودم به مشروب خواری برگردم. تا وقتی که برنامه را کار می‌کنم به خدمت ادامه می‌دهم، به جلسات می‌روم و زندگی روحانیم را حفظ می‌کنم، با این روش می‌توانم زندگی قابل قبولی داشته باشم. حالا وقتی که به گذشته نگاه می‌کنم احساس می‌کنم از سن 15 سالگی که مشروب خوردن با آدم‌های بزرگتر از خودم را شروع کردم رشدم متوقف شده است. میخواستم از درون احساس آرامش داشته و با مردم نیز راحت باشم. ولی هیچ وقت چنین احساسی را در مشروب خواری پیدا نکردم. احساس تعلقی را که همیشه میخواستم عاقبت در AA و در هوشیاری پیدا کردم و به مشروب خوردن فکر نمی کنم. خدا هست، راهنمایم هست و همه چیز از آن خداوند است. من به تنهایی نمی توانستم مشروب را ترک کنم. آن را فهمیدم و امتحانش کردم. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com ساختن یک زندگی جدید.
این مرد توهم زده که قبلا خانواده شادی داشت و گیر مأمورین کلانتری و پرسنل بیمارستان هم افتاده بود، هدیه غیر منتظری از سوی خداوند دریافت کرد که شالوده محکمی در خوشی‌ها نگهدارندگی هوشیاری او بود. ما تمام روز در کشتزار بوده و علوفه ها را جمع می کردیم. وقتی کارها تمام می شد، مردها 1 گالن شراب مسکاتل می آوردند. من هم مقدار کمی می خوردم. چون می خواستم مثل مردها باشم و چند دقیقه احساس آنها را داشته باشم. پس از آن در زیر میزی که مادرم به کارگران غذا می داد به خواب می رفتم. وقتی مرا پیدا می کردند به رخت خواب می بردند و روز بعد فقط غرولند می شنیدم. آن زمان 6 سالم بود. سالهای اول زندگیم در مزارع عمه و عمویم سپری شد. آنها بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شدند مرا بزرگ کردند. پدرم 2 برادر و 2 خواهرم را نگه داشت. مادر بزرگ مرا که بچه بودم گرفت. اما چون بزرگ کردن بچه سخت بود و خرج داشت و پول زیادی میخواست، من از مزرعه سر درآوردم. زندگی در آن روزها فقط در کار سخت خلاصه میشد. ما هر چرا که خودمان میکاشتیم میخوردیم، به اضافه چند کالای انباری که داد و ستد میکردیم. در سن 8 سالگی گاو آهنی را که با اسب حرکت میکرد به تنهایی هدایت میکردم. در خانواده و در مزرعه ما فقط اسپانیایی حرف میزدیم. وقتی به مدرسه رفتم مجبور شدم انگلیسی صحبت کنم و به من گفتند اسپانیایی صحبت کردن درست نیست. همیشه احساس می‌کردم به اندازه بچه‌های مدرسه باهوش نیستم یا به اندازه آدم‌های دیگر خوب نیستم. می‌دانستم که در مزرعه هر کاری می‌توانم انجام دهم، اما در مدرسه همه چیز فرق می‌کرد. در سن 13 سالگی قد بلند و قوی بودم و بزرگتر از سنم به نظر می رسیدم. عمه و عمویم مرا به یک شهر بزرگتر فرستادن که با خانواده‌ای زندگی کنم و درس بخوانم و امیدوار بودن که این کار به من کمک کند. من با جوانهای 18 ساله می گشتم و آنها مرا به میهمانی هالووین بردند. با اولین جرعه ویسکی که آنها به من دادند تقریبا احساس خفگی کردم. اما با جرعه دوم احساس کردم که ماده خیلی خوبی است. باعث می شد که احساسی مثل آنها داشته باشم. مهم نبود که فقط 13 سالم بود. احساس می کردم که مثل آنها بزرگ هستم. آخر شب بیهوش شدم و یکی از دوستان مرا به خانه برد. در 15 سالگی تابستانها برای به دست آوردن پول در چیدن محصول کمک می کردم و هر شب دزدکی به مزارع دیگر می رفتم تا با دروگرهای دیگر آبجو بنوشم. من وقتی با آبجو سر حال می آمدم می توانستم با جنس مخالف حرف بزنم و به مهمانی بروم و درست مثل همه می توانستم خوش بگذرانم. من شبیه دیگران بودم، حتی اگر آنها از من بزرگتر بودند. تابستان سال بعد در طول تعطیلات به کارهای ساختمانی پرداختم. من با مردهای بزرگتر کار می کردم و عصر با آنها به میخانه می رفتم. متصدی بار آبجو را جلوی مردی که کنار من نشسته بود می گذاشت. اما در واقع برای من بود. جمعه ها روز پرداخت حقوق بود. آن روز را دوست داشتم چون بیرون می رفتم و مست می شدم. کم کم آخر هفته ها مشروب می خوردم. بنابراین می توانستم به مجالس رقص بروم و با آدم هایی که مثل خودم مشروب می خوردند ول می گشتم. پولهایمان را روی هم می گذاشتیم تا برای شب مشروب بخریم و چون من بزرگتر به نظر می رسیدم مشروب را من می خریدم. من می توانستم با جنس مخالف حرف بزنم و آدم مهمی به نظر برسم چون هم مشروبات الکلی و هم جنس مخالف را داشتم. 2 روز قبل از کریسمس عازم سفر بودم. برای آموزش مقدماتی می رفتم.
یک ایستگاه مانده به آخرین ایستگاه من و دوستانم از قطار پیاده شدیم و به سرعت به طرف بار رفتیم تا مشروب بخریم و کریسمس را جشن بگیریم. وقتی به قطار برگشتیم به ما هشدار دادند که پلیس‌های نظامی دارند بطری‌های مشروب را از پنجره بیرون می‌اندازند. بنابراین مشروب‌ها را تند تند و به سختی نوشیدیم و مست شدیم. بعد از آموزش مقدماتی ما را به پایگاه‌های مختلفی فرستادند. من اغلب مشروب نمی‌خوردم چون نمی‌خواستم عقب بیفتم، اما هر بار که شروع به خوردن مشروب می‌کردم تا همه آن تمام نمی‌شد متوقف نمی‌شدم. نمی‌دانستم چطور باید بگویم می‌خواهم درست از مشروب بنوشم. در دوره مرخصی وقتی به زادگاهم برگشتم با زنی جوان ازدواج کردم و 1 سال بعد اولین دخترمان به دنیا آمد. وقتی از نیروی هوایی به خانه می آمدم کمی که می گذشت مهمانی شروع می شد. در ابتدا فقط آخر هفته ها می نوشیدم و با رفقای قدیمی و همسران جدیدشان به مهمانی می رفتم. تنها تصادفی که در حین مستی داشتم همان سال اتفاق افتاد. من و دوستم با هم بودیم. ما با یک اتومبیل پارک شده تصادف کردیم و از صحنه تصادف فرار کردیم. صبح روز بعد نگاهی به روزنامه ها انداختیم تا ببینیم به آن تصادف اشاره شده یا نه. هیچ خبری نبود. همان شرکت ساختمانی که تابستانها وقتی بچه دبیرستانی بودم برایشان کار می‌کردم مرا برای کارآموزی نجاری به کار گرفت. من باهوش بودم و خیلی زود یاد می‌گرفتم. بعد از آن خیلی زرنگ شدم و همه کارهایی را که آنها برایم کرده بودند فراموش کردم. بابت پولی که فکر می کردم قول دادند از آنها شکایت کردم و آنها هم مرا اخراج کردند. با استفاده از گواهی نظامی شبها به مدرسه مکانیک می رفتم و برای روزها در شهر کاری پیدا کرده بودم. درست در همین مواقع مشروب خواری را به شکل واقعی شروع کردم. همکارانم در محل کار برای خود تشریفاتی داشتند. همین که به محل کار می رسیدند یک بطری شراب می خریدند. اوایل من با آنها همراهی نمی کردم. من شراب نمی خوردم و خیلی هم سرسخت بودم. اما بعد از مدتی یک روز تصمیم گرفتم که من هم بنوشم. 2 جام نوشیدم. آن را دوست داشتم. در مدت 5 سال بعدی هر روز می نوشیدم. بالاخره یک روز هنگام کار آسیب دیدم و مرا به مدت 1 هفته به خانه فرستادند. آنها فکر می کردند که من به زودی سر کار می روم، اما نرفتم. نمی توانستم چون هر روز مست بودم. روز 4 کارفرمایان به خانه‌ام آمدند تا به من سری بزنند. من خانه نبودم، اما قبل از اینکه آنها بروند مست به خانه برگشتم. آنها چیزی نگفتند. اما روز بعد سرپرست اتحادیه به من گفت قرار است اخراج شوم. من هم به شهرداری رفتم و استعفا دادم. طی آن سالها همسرم 3 دختر دیگر به دنیا آورد. وجودم سرشار از پشیمانی، گناه و ترس بود چون هیچ شغل و درآمدی نداشتم. میدانستم که بدبخت شدم. به نظرم این به خاطر بدشانسی بود، نه به خاطر خودم. هر کار ساختمانی که پیدا می کردم انجام می دادم، حتی اگر وابسته به اتحادیه نبود. پسر اولم به دنیا آمد و 2 سال بعد دومین پسرم نیز متولد شد. دوباره غرور خود را به دست آورده بودم. اما همیشه در حیرت بودم که چرا باید این همه کار کنم و پولش توی جیب بقیه برود. فکر کردم باید پیمانکار شوم و برای خودم کار کنم. بنابراین امتحان دادم و مجوز گرفتم. مشروب خوریم را کمی کاهش دادم و کسب و کارم روز به روز بهتر شد. اما دوباره مشروب خوردن را افزایش دادم. من به بار می رفتم و کارگران را به حال خودشان رها می کردم.
سال سوم همه وقتم را در میخانه ها می گذراندم. نمی توانستم کارهایی را که قبول کرده بودم تمام کنم. تمام پولهایم را خرج کرده بودم. در وضعیت بدی قرار داشتم. من یک الکلی به تمام معنا بودم، ولی خدا و بخت بد را سرزنش می کردم. از پا افتادم. نمی توانستم دوباره برخیزم. بنابراین کارم را از دست دادم. طی 3 سال آینده کارهای موقتی و دوره‌ای انجام می دادم. 2 روز اینجا، 3 روز آنجا، به سختی پول در می آوردم. خرج خانوادگی به این بزرگی زیاد بود. خرج مشروب خوریم هم زیاد بود و پول کافی به خانه نمی آوردم. همسرم خسته شده بود و دائم غرولند و نفرین می کرد و من فقط می خواستم از همه اینها فرار کنم. شروع کردم به کار کردن در خارج شهر. یک بار در شرکت روکش آلومینیوم سرکارگر بودم. نمیدانم چطور کارها را تمام می کردیم. من هر روز صبح مریض و خمار بودم. کارگران باید منتظر می ماندند تا من بیایم آن وقت کار را شروع کنند. هنگام ظهر به باری می رفتم تا خود را بسازم و بعد هنگام شب مهمانی می گرفتم. در خانه کارمان فقط دعوا بود. بالاخره تصمیم گرفتم از آن خانه بروم تا بچه‌ها دیگر مرا مست نبینند. فکر می کردم حالا دیگر واقعا می توانم بنوشم. همسرم زیر پوشش کمک‌های رفاهی دولت قرار گرفت و من بعد از مدتی دیگر هیچ پولی به آنها نمی دادم. فکر می کردم باید برای مشروب خوردن به اندازه کافی پول داشته باشم. من به انجام کارهای ساختمانی ادامه دادم، اما خیلی قابل اطمینان نبودم. به مدت 3 یا 4 هفته خوب کار می کردم. بعد از آن دلم نمیخواست صبحها از جایم بلند شوم. فکر میکردم کار دیگری پیدا کنم، اما همیشه اخراج میشدم. چند سال بعد به خاطر رانندگی در حال مستی دستگیر شدم. اما با کمک یکی از دوستانم که پلیس ایالتی بود، جرم من به بی احتیاطی در رانندگی تخفیف یافت. با این حال به من گفتن که اگر یک بار دیگر قانون شکنی کنم، گواهی نامه ام توقیف می گردد. در همان زمان بود که برای اولین بار AA را امتحان کردم. من نمی توانستم هوشیار شوم، اما مست هم نمی توانستم بشوم. احساس پشیمانی، ترس و گناه سراسر وجودم را گرفته بود. به یک مغازه همبرگر فروشی که نزدیک آپارتمانم بود رفتم. در دفترچه راهنمای تلفن دنبال شماره تلفن انجمن AA گشتم و به آنها تلفن زدم. 2 مرد به آپارتمان من آمدند و پیش من ماندند و با هم قهوه خوردیم تا میخانه ها تعطیل شدند. آنها به مدت 1 ماه همیشه پیش من می آمدند. مرا به جلسه می بردند. فکر می کردم تا اینجا خوب پیش رفتم، بنابراین دیگر نیازی به آنها ندارم. احساس می کردم آن 2 مرد همیشه دنبالم هستند و مرا خیلی اذیت می کنند. بنابراین دوباره مست شدم تا از شر آنها خلاص شوم. پس از آن به کالیفرنیا رفتم. وقتی که من به هر جایی سفر می کردم و بچه‌هایم تحت پوشش خدمات رفاهی دولت بودند، هیچ کس را نمی شناختم که بتواند پولی را که من در مشاغل ساختمانی اتحادیه‌ای در کالیفرنیا در می آوردم در بیاورد. اما همه آن را خرج مشروب خوری می کردم. نگران بچه‌هایم نبودم، چون همیشه مست بودم. برای آنها هدایایی فرستادم. زمان هوشیاری نگران آنها می شدم. بنابراین دوباره مشروب می خوردم. نمی توانستم هوشیار بودن را تحمل کنم، چون نمی توانستم بی تفاوتی خود را نسبت به بچه‌هایم تحمل کنم. هنگام کار خیلی مشروب می خوردم. نجارها مدت کوتاهی کار می کردند. آنها فلاسک هایی برای خنک نگه داشتن آبجو داشتند. محیط کار پر از قوطی های آبجو بود.
هر روز صبح زود به مغازه‌ای که سر تا سر شب باز بود میرفتم تا یک بطری شراب بخرم و در فلاسک نگه دارم که مرا تا موقع نهار نگه دارد. سپس در وقت نهار برای بعد از ظهر مشروب می‌خریدم و در راه برگشت به خانه 6 قوطی آبجو و یک بطری شراب برای غروب می‌خریدم. این چرخه زندگی من شده بود. یک بار وقتی داشتم از خانه دوستم برمیگشتم، کامیون مرا متوقف کردند. چون داشتم زیگزاگی حرکت می‌کردم و مرا جریمه DWI کردند، یعنی رانندگی در حال مستی. با $300 جریمه نقدی و 1 سال آزادی مشروط به خانه برگشتم. 3 ماه بیکار بودم که برایم به معنای 3 ماه مهمانی بود. وقتی پولهایم تمام شد به دنبال کار رفتم. هرچند کارت اتحادیه کالیفرنیا که من داشتم هیچ ارزشی نداشت. دوباره برای همان کارفرمای اولم به عنوان سرکارگر مشغول کار شدم. حالا که نگاهی به آن روزها میاندازم فکر میکنم خدا با من بود و من تمام این مدت خدا را به خاطر مشکلاتم سرزنش میکردم. از آنجا که بعد از 3 ماه اولین کاری بود که پیدا کرده بودم جشن گرفتم و مست شدم. من به محل کار میرفتم و کارگران را آماده به کار میکردم و سپس فرار میکردم و میرفتم تا مشروب بنوشم. این وضع ادامه یافت تا یک روز صاحب شرکتی که برایش کار میکردم مرا توبیخ نمود و من اخراج شدم. اسم من در لیست کاریابی اتحادیه بود و من شغلهای خوبی با شرکتهای خوب پیدا میکردم. سعی کردم هوشیار بمانم. گاهی اوقات می توانستم به مدت 1-2 هفته دوام بیاورم. اما دوباره مست می شدم. آن موقع بچه‌هایم را زیاد می دیدم. چون پشت خانه همسرم که با پدر زنم زندگی می کرد آپارتمانی گرفته بودم. آن وقت دخترهایم ازدواج کرده بودند و پسرهایم دبیرستانی بودند. من در تصمیمات خانواده دخالتی نداشتم و فقط حضور فیزیکی داشتم. آن سال من دوباره در برنامه درمان الکل شرکت کردم. اولین بار که تحت درمان بودم داشتم در حمام جلوی آینه صورتم را اصلاح می کردم. به نظرم رسید که ریشم دوباره با سرعت رشد می کند و نمی توانم آن را بتراشم. با آنکه لباس بیمارستان به تن داشتم از روی نرده ها پریده و به طرف خیابان فرار کردم. زمانی که پلیس ها آمدند به جلوی در خانه زنی رسیدم و در خانه را زدم تا اجازه دهد وارد خانه شوم و زمانی که پلیس ها رسیدند سعی کردم آنها را قانع کنم که آن زن همسر من است و فرزندانم داخل خانه هستند. اما آنها مچبند بیمارستان را روی مچم دیدند و مرا برگرداندند. آن روزها روزهایی بود که مرا می‌بستند تا وقتی به حالت دلیریوم ترمنز می‌روم از من محافظت کنند. آن دلیریوم ترمنز ها بدترین دلیریوم ترمنز هایی بود که تا آن وقت تجربه کرده بودم. هیچ وقت در زندگی اینقدر نترسیده بودم. فکر می‌کردم گانگسترها دنبالم هستند و می‌خواهند مرا بکشند. آنها اجیر کرده بودند. بنابراین سعی می‌کردم خیلی آرام باشم و مخفی شوم تا مرا پیدا نکنند. دکتر به من گفت اگر دوباره به همان شکل به حالت دلیریوم ترمنز بروم دیگر از آن حالت بیرون نمی‌آیم. بعد از آن تجربه 3 ماه هوشیار ماندم و چند بار به جلسات AA رفتم. سپس دوباره شروع کردم به مشروب خواری. بعد از آن دوباره به برنامه درمان برگشتم، اما این بار آنقدرها مریض نبودم و 3 ماه دیگر هوشیار ماندم. سپس به عیاشی پرداختم که 10 روز طول کشید. پر از ترس و وحشت بودم و نمیتوانستم راه بروم. مجبور بودم بخزم تا به حمام برسم. بالاخره خود را تمیز کرده و به محل کار میرفتم. سپس یک مهمانی شکرگزاری در محل کار دوباره باعث شد مشروب خواری را شروع کنم.
تا کریسمس هر روز مشروب می‌خوردم. بعد از آن مدتی توقف، دوباره مشروب خوری جدی را شروع کردم. اواسط ژانویه دچار توهماتی شدم که از بین نمی رفت. من به بخش برنامه درمانی پناهگاهی تلفن زدم و از آنها درخواست کمک کردم. آنها گفتند که به مدت 3 روز می توانند مرا بپذیرند. مشروب خوردم تا این 3 روز سپری شود. عجیب آن است که می دانستم وقتی وارد برنامه شوم مشروب خوریم بیشتر می شود. یکی از دخترهایم مرا به آنجا برد و کمکم کرد که فرمها را تکمیل کنم. وقتی وارد ساختمان شدم ظاهر خمیده‌ای داشتم. توهماتم دوباره شروع شد و پرسنل آنجا مرا به اتاقی منتقل کرد که کف آن بسیار نرم بود. آنها آن اتاق را تیوی می نامیدند. اتاق تلویزیون. فکر می کردم در زندان هستم و این آدمها می خواهند مرا بکشند. وقتی در اتاق را باز کردند به طرف پنجره‌ای که پایین اتاق بود دویدم و می خواستم فرار کنم. آنها مرا گرفتند چون می ترسیدند از پنجره بیرون بپرم. همچنان شانه‌ام را به دیواری می‌کوبیدم و تلاش می‌کردم فرار کنم. کارکنان بخش به کلانتری تلفن زدند و سپس 3 وکیل، 2 مشاور و 2 پرستار مرا نگه داشتند تا آمپولی به من تزریق شود. بالاخره به آرامی مانند مردی که آماده مرگ است خوابیدم. 3 روز بعد بیدار شدم. برهنه و بدبو بودم. آنها مرا تمیز کردند و من احساس خوبی داشتم. هیچ وقت چنین احساسی نداشتم. مثل این بود که هیچ وقت مشروب نخورده بودم. من به جلسات درمانی رفتم و هر چرا می گفتند گوش کردم. آنها مرا به جلسات AA نیز بردند. من آنچه که اعضای AA داشتند را می خواستم. فکر نمی کنم تا به حال چیزی را به اندازه AA خواسته باشم. در آن روزها آدمها را می دیدم که لباسهای مناسبی به تن داشتند و خوب به نظر می رسیدند. من هم می خواستم همانطوری باشم. از آن وقت دیگر فکر مشروب به سرم نزده است. به انجام بعضی کارهای دیوانه‌وار فکر کردم، اما هرگز به مشروب خوردن فکر نکردم. برای من هوشیاری هدیه‌ای است که خداوند به من عطا فرموده. اگر مشروب می‌خوردم مثل این بود که هدیه را پس داده باشم. اگر انسان هدیه‌ای را پس بدهد، خب آن شخص هم هدیه را پس می‌گیرد. درست است؟ اگر خداوند آن را پس می‌گرفت، من می‌مردم. اولین سالی که در AA بودم، در هفته حداقل 7 بار جلسه می‌رفتم. جلسات را دوست داشتم. مانند آدم‌هایی که در ابتدا دیدم بهترین لباس خود را می‌پوشیدم. مشغول کار شدم. کارمان ساختن یک تفریحگاه بود. در آنجا یکی از اعضای AA نیز مشغول کار بود. او 8 سال هوشیاری داشت و ما هر روز با هم صحبت می‌کردیم. حالا می‌فهمم که خدا آن مرد را آنجا بر سر راهم گذاشته بود. آن سال یک پیشنهاد کاری در شهر و پیشنهاد کاری دیگر با یک شرکت ساختمانی در خارج شهر به من داده شد. با راهنمایم مشورت کردم. او گفت جایی بمانم که از حمایت گروه و دوستانم در AA برخوردار باشم. من برای ماجراجویی در این برنامه خیلی مناسب نبودم چون به تازگی وارد این برنامه شده بودم. من به شهر رفتم و اکنون از آنجا بازنشسته شدم. کار کردن آدمی مثل من با یک کارفرما به مدت 18 سال. وقتی هوشیار شدم نزد همسرم برگشتم و او نیز مرا پذیرفت. احساس می کردم باید برگردم تا از بچه‌هایی که زمانی رها کرده بودم و زیر پوشش خدمات رفاهی قرار گرفتند مراقبت کنم. 3مین پسرم فرزند AA است. یعنی در طول دوره‌ای که به AA می رفتم به دنیا آمد. من به دیدن مسابقات ورزشی پسرها می رفتم.
در آنجا در تیم همراه بچه‌ها اعضای ای هم بودند و ما وقتمان را در مسابقات می‌گذراندیم. من واقعا لذت می‌بردم. بچه حاصل هوشیاریم اکنون به دانشگاه می‌رود. من با تمام فرزندانم روابط خوبی دارم. من که با کمک راهنمایم رو به جلو می‌رفتم، بیدرنگ وارد کار خدماتی شدم و واقعا از آن لذت می‌بردم. حالا من نماینده خدمات عمومی گروه اسپانیولی زبانها هستم و احساس خود را در خصوص این هدیه بزرگ هوشیاری به زبان اصلیم ابراز می‌کنم. در طول این سالهای هوشیاری دوره‌های سختی هم وجود داشته است. بعد از 5 سال هوشیاری همان دخترم که مرا به برنامه درمان برد و کمک کرد بستری شوم ناپدید شد. دوستانم در ای در جستجوی او به من خیلی کمک کردند، اما او هیچ وقت پیدا نشد. من و مادرش 3 دختر او را بزرگ کردیم، اما من مجبور نبودم مشروب بخورم. به جلسات می رفتم و درد خود را تسکین می دادم. چند سال پیش وقتی یکی دیگر از دخترهایم به خاطر بیماری سرطان درگذشت، باز هم همین کارا کردم. چیزی که من یاد گرفتم این است که مهم نیست که چه سختی‌ها و خسارت‌هایی را در هوشیاری تحمل کردم. مهم این است که مجبور نبودم به مشروب خواری برگردم. تا وقتی که برنامه را کار می‌کنم، به خدمت ادامه می‌دهم، به جلسات می‌روم و زندگی روحانیم را حفظ می‌کنم، با این روش می‌توانم زندگی قابل قبولی داشته باشم. حالا وقتی که به گذشته نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم از سن 15 سالگی که مشروب خوردن با آدم‌های بزرگتر از خودم را شروع کردم، رشدم متوقف شده است. می‌خواستم از درون احساس آرامش داشته و با مردم نیز راحت باشم. ولی هیچ وقت چنین احساسی را در مشروب خواری پیدا نکردم. احساس تعلقی را که همیشه می‌خواستم، عاقبت در ای و در هوشیاری پیدا کردم و به مشروب خوردن فکر نمی کنم. خدا هست، راهنمایم هست و همه چیز از آن خداوند است. من به تنهایی نمی توانستم مشروب را ترک کنم. آن را فهمیدم و امتحانش کردم. همیشه در سفر. برنامه ای به این الکلی نشان داد که چگونه از مهاجرت به شکرگزاری روی آورد. وقتی در سن 28 سالگی برای اولین بار به جلسه الکلی‌های گمنام رفتم، فکر می‌کردم زندگیم به پایان رسیده است. من از اوایل نوجوانی مشروب خورده بودم و به نظر خودم مشروب راه حلی برای مشکلاتم بود و خود مشروب برایم مشکلی نبود. اما باید اقرار کنم که زندگیم وضعیت خیلی بدی پیدا کرده بود و دیگر آزادی انتخاب نداشتم. یک بار وقتی خیلی ناامید بودم، با یک بار به جلسه ای رفتن موافقت کردم. وقتی نگاهی به روزهای مشروب خوریم میاندازم، به سادگی میفهمم که از همان ابتدا الکل تقریبا در همه بدبختی‌های زندگیم نقش داشته و بخشی از آنها بوده است. وقتی نوجوانی 10 یا 11 ساله بودم، مواقعی که والدینم حواسشان نبود، مشروب آنها را می‌دزدیدم. یا با دوستانم یکی از بچه دبیرستانی ها را راضی می کردیم که برایمان آبجو بخرد و مشکلاتمان کم کم از آنجا شروع شد. همه چیز از مدرسه شروع شد. من و رفقایم 6 قوطی آبجو را موقع صرف نهار تقسیم می کردیم و فکر می کردیم هیچ کس متوجه نمی شود که ما مشروب خورده ایم.
هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که یک بچه 13 ساله نمیتواند به سادگی اثرات حتی آبجو را پنهان کند. وقتی 14 یا 15 ساله بودم، اوضاع از همه جهات جدی‌تر و پیامدهای مشروبخواریم از جهت اخلاقی، اجتماعی و مالی سنگین‌تر شد. نقطه تحول من در سن 15 سالگی با این اتفاق آغاز شد که مادرم در حال طلاق گرفتن بود. خودم و نه تحت تأثیر کسی فکر کردم راه حل را می‌دانم. بنابراین تصمیم گرفتم ناپدریم را بکشم. در حالی که مست بودم تمام مراحل کار را طراحی کردم. به طور مبهم به خاطر دارم که پلیس مرا از خانه بیرون کشید و به خاطر کاری که در حین مستی انجام داده بودم مرا مورد بازجویی قرار داد. نتیجه این بود که قاضی به من حق انتخاب یکی از این دو مورد را داد: یا تا سن 25 سالگی به کانون اصلاح جوانان بروم، یا کشور را ترک کنم تا به سن 21 سالگی برسم. من نمیخواستم به کانون بروم. بنابراین فکر کردم بهتر است تا جایی که میتوانم از آنجا دور شوم. طی 13 سال آینده زندگیم اصلا بهتر نشد تا اینکه برای اولین بار به الکلی‌های گمنام رسیدم. با این حال من هنر زیبای جغرافی را یاد گرفتم. از وطنم ساحل شرقی به ژاپن رفتم. سپس به ایالات متحده و نیو انگلند برگشتم و بعد به کالیفرنیا رفتم که در آنجا طی 6 سال بعد الکلیسم مرا به عمق خفت، شرمساری و ناامیدی کشاند. همانطور که راهنمای اولم در AA می گفت، من با آدم‌های پست وقتم را به بتالت می‌گذراندم و یکی از آنها شده بودم. جزئیات زندگیم مانند زندگی اکثر الکلی هاست. من به جاهایی می‌رفتم که قسم می‌خوردم دیگر به آن مکانها نخواهم رفت. کارهایی انجام می‌دادم که نمی‌توانم تصور کنم. من با آدم‌هایی ول می‌گشتم که زمانی وقتی در خیابان می‌دیدمشان از آنها دوری می‌کردم. زمانی رسید که وقتی به آینه نگاه می‌کردم نمی‌دانستم چه کسی دارد به من نگاه می‌کند. اگر بگویم به بنبست رسیده بودم باز هم کم است. دیگر نمی‌توانستم این گونه به زندگی ادامه دهم. کم کم همه چیز داشت بدتر می‌شد. در پرونده‌های پزشکیم 6 یا 7 مورد اقدام به خودکشی ثبت شده بود. اکثر آنها تلاش‌های مذبوحانه برای دریافت کمک بود. اما آن زمان من این را نمی‌فهمیدم. آخرین تلاشم خیلی آشکار بود و نشان می‌داد که من شانس ارتباط با واقعیت را از دست دادم. و نمیفهمم که اعمالم میتواند با دیگران چه کار کند. یکی از دوستانم که البته فکر میکنم دلش به حالم سوخت مرا برای مراسم سپاسگزاری به خانه‌اش دعوت کرد. او مهمانی بزرگی ترتیب داده بود. آنجا سر میز شام ایستادم و جلوی همه اقدام به خودکشی کردم. خاطره آن همیشه در ذهنم به صورت خجالت آور، رقت انگیز و غیر قابل تصوری که کتاب بزرگ از آن حرف می‌زند تداعی می‌شود. آنچه از همه ناراحت کننده تر بود این است که در آن وقت به نظر خودم اعمالم منطقی و معقول بود. پس از آن اتفاق به روانپزشک مراجعه کردم تا بفهمم چه مشکلی دارم. جلسه اول به من گفت در مورد خودت بگو. شروع کردم به صحبت. پس از 5 دقیقه حرف زدن یا بیشتر گفت کافی است. او توضیح داد که فقط 2 چیز میتواند به من بگوید.
اول آنکه فکر می کند از وقتی وارد مطب شدم واقعیت را نگفتم و دوم آنکه من الکلی هستم. مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم داستان زندگیم باعث می شود که همه فکر کنند من الکلی هستم. دکتر گفت اگر قصد دارم باز هم به دیدنش بروم باید 2 کار انجام بدهم. اول آنکه اگر دوباره خواستم خودم را بکشم اول به این شماره تلفن بزنم و یک کارت به من داد که شماره تلفنی روی آن بود. دوم آنکه کتابی به من داد تا بخوانم و خواست که قبل از ملاقات بعدیمان چند صد صفحه اول آن را بخوانم. آن روز قبل از اینکه بروم یک جلد کتاب بزرگ را به من داد. مدت زیادی طول کشید اما بالاخره به اولین جلسه رفتم. شب سال نو بیهوش شده بودم. وقتی به هوش آمدم فکر می کردم صبح روز بعد است. وقتی توانستم از جا بلند شوم کمی آسپرین خوردم. بعد سعی کردم یک فنجان قهوه بخورم. نگاهی به صفحه اول روزنامه انداختم. 9 ژانویه بود و من 1 هفته بود که بیهوش بودم و این واقعه به اندازه کافی وحشت آور بود که باعث شود به اولین جلسه الکلی های گمنام بروم. وقتی به اولین جلسه رفتم دیدم آدرسی که به من دادند آدرس یک کلیسا است. من که پسر یهودی خوبی بودم. چرا میخواستم در کلیسا سرگردان شوم؟ چون میدانستم کسی از من استقبال نمی کند، کف اتومبیلم پنهان شدم و از پنجره یواشکی بیرون را نگاه کردم. منتظر بودم که مشروب خوارها بیایند. همه عادی به نظر می رسیدند. بنابراین فکر کردم اشتباهی آمدم. میخواستم آنجا را ترک کنم که یک دفعه یکی از دوستان مشروب خوارم را دیدم که داشت به آنجا میرفت. از ماشین بیرون پریدم و به او سلام کردم. خیلی عجیب بود چون او هم اولین بار بود که به جلسه می آمد. چه تصادفی! هر دو به داخل رفتیم. داخل دنیایی شدم که همه چیز را در زندگیم تغییر داد. تا مدتی به AA و اعضای آن علاقه‌مند نبودم. به هیچ کس اعتماد نداشتم. از نشستن در جلسات و گوش دادن به حرفهای تازه واردهای دیگر که درباره پیدا کردن خدا، برگشتن خانواده‌هایشان، مورد احترام جامعه قرار گرفتن و پیدا کردن آرامش درونی صحبت می‌کردند، خسته شدم. آن موقع نمی‌فهمیدم که آنها راهنما دارند و 12 قدم بهبودی را تمرین می‌کنند. من همیشه برای اشاره به راهنمایم میگفتم راهنمای آن ماه. همیشه راهنما داشتم، اما هر وقت یکی از آنها از روی محبت پیشنهادی میکرد کاری انجام دهم، او را رها میکردم و به طرف کس دیگری میرفتم. با آنکه هر هفته 5 یا 6 بار جلسه میرفتم و مشروب هم نمیخوردم، عصبانی، تند و منزوی بودم. پس از 7 ماه هوشیاری از AA کمی خسته شدم و متحیر بودم که آیا همه زندگی همین است؟ مفهوم مشروب نخوردن دوباره کمی متناقض به نظر می رسید و من فکر می کردم شاید این بار فرق کند. سپس اتفاقی افتاد که حالا عقیده دارم به من کمک کرد هوشیار بمانم و قدرت برترم را پیدا کنم. یک روز صبح بیدار شدم و احساس کردم پایم نیست. یعنی پایم را حس نمی کردم. به سختی می توانستم کمی راه بروم، اما هرچه می گذشت بدتر می شدم. چندین ماه گذشت. معاینه پزشکی دکترها، ویزیت‌های بیمارستانی و آزمایش‌های مختلف انجام شد و بعد مشخص گردید که اسکلروز متعدد دارم. توضیح این که
سفتی یا سخت شدگی ناشی از التهاب که در بیماری‌های ماده بین بافتی دیده می‌شود. از آن به بعد مسیر زندگیم کاملاً مانند یک سفر بوده است. حالا من با عصای زیر بغل راه می‌روم یا از صندلی چرخدار استفاده می‌کنم. خیلی وقتها پیش آمد که قصد داشتم و می‌خواستم دوباره مشروب بخورم. در سال دوم هوشیاریم کم کم عصبی‌تر و عصبی‌تر شدم. من در دوره‌ای بودم که یکی از راهنماهایم اکنون به آن تحت عنوان سالهای خشم اشاره می‌کند. من یکی از آن آدم‌هایی بودم که ما در جلسات می‌بینیم و تعجب می‌کنیم که چطور هوشیار می‌مانند. در گروه خانگیم اعضا مرا به حال خود نگذاشتند. آنها به هر حال مرا دوست داشتند. یک روز نماینده خدمات عمومی گروه اعلام کرد که دارد از اینجا می‌رود و مجبور است مسئولیت خود را واگذار کند. آنها مرا به جای او انتخاب کردند و برایم توضیح دادند که تعهد جدی 2 ساله دقیقاً همان چیزی است که من لازم دارم. سعی کردم برایشان توضیح بدم که من واجد شرایط نیستم، اما آنها گفتند که به جلسه ماهانه امور خدمات عمومی بروم و مشکلاتم را به آنها بگویم. نیاز به گفتن نیست. آنها نیز به من اجازه ندادند که این کار را رها کنم. در امتداد این راه با تجربیات خودم یاد گرفتم که یکی از بهترین مزایای کار خدماتی AA این است که برای مدتی از خودم رها شوم. پس از مدتی دهانم را بستم و فقط به آنچه که بقیه در جلسات می گفتند گوش دادم. بعد از مدت تقریباً 2 سال در AA بالاخره به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم به تنهایی هوشیار بمانم. اما از برگشتن به مشروبخواری هم میترسیدم. پس از همه تلاش‌هایی که برای خودکشی کرده بودم از مردن ترسی نداشتم. اما برگشتن به آن نوع زندگی را هم نمیتوانستم تحمل کنم. در مرحله‌ای بودم که اعضای قدیمی AA و جزوه‌های ما به آن بن‌بست می‌گویند. نمی‌دانستم چه کار کنم. یک روز عصر کار غیرقابل تصوری انجام دادم. حداقل به نظر خودم. پس از اینکه با راهنمای آن ماه به جلسه رفتم، به او گفتم آماده هستم تا 12 قدم الکلی‌های گمنام را تمرین کنم. از بسیاری جهات آن شب زندگی دوباره‌ای را شروع کردم. آن مرد به روشی محبت آمیز و ملایم قدم‌ها را برایم توضیح داد. تا آخر عمر سپاسگزار او هستم. او به من آموخت که نگاهی به درونم بیاندازم و به قدرت برتر زندگیم خوش آمد بگویم و به دیگران برسم. او به من یاد داد که چگونه به آینده نگاه کنم و مردی را که به من نگاه می کند دوست داشته باشم و حتی به او احترام بگذارم. وقتی به قدم 9 رسیدم از اشتیاق خودم خیلی مطمئن نبودم. یک روز صبح بیدار شدم. حیث عرق بودم و نمی توانستم کابوسی را که دیده بودم فراموش کنم. خواب دیده بودم که آن روز آخرین روز هوشیاریم بود. بعد از تلفن زدن به دوستان و راهنمایم فهمیدم باید چه کار کنم. تمام روز بیش از 8 یا 9 ساعت وقت گذاشتم و به محل کار آنهایی که می شناختم رفتم تا از آنها جبران خسارت کنم. برخی از آنها از دیدن من وحشت می کردند. یکی از آنها زنی بود که به پلیس تلفن کرد. وقتی رسیدند مشخص شد که آن پلیس در AA بوده است و از آن زن خواست که خیلی مسئله را کش ندهد. من حتی با کسی برخورد کردم که فکر می‌کردم مرده است. بنابراین با یک آدم مرده برای صرف ناهار رفتم و از او هم جبران خسارت کردم.
برای اولین بار واقعا احساس کردم که عضو الکلی‌های گمنام هستم و در جلسات حرفی برای گفتن دارم. وقتی 4 سال از هوشیاریم می‌گذشت، دوباره به وطنم سفر کردم. از زمانی که آنجا را به واسطه حکم قاضی ترک کرده بودم و دیگر برنگشته بودم. من به سراغ مردی که در سن 15 سالگی برای کشتن او اقدام کرده بودم رفتم و در صدد جبران خسارت از وی برآمدم. با آن چند نفری که آن شب شکرگزاری سر میز شام نشسته بودند و مرا دیدند که جلوی آنها اقدام به خودکشی کردم نیز ملاقاتی داشتم و از آنها نیز جبران خسارت کردم. خسته به خانه رسیدم، اما می‌دانستم که کار درست را انجام دادم و احتمالاً این تصادفی نبود که سال بعد همان دوست قدیم مرا دوباره برای شام شب شکرگزاری دعوت کرد. ای و قدم‌های بهبودی به من نشان دادند که چطور با دیدی متفاوت به وقایع نگاه کنم. حالا میتوانم بفهمم چطور بعضی اتفاقات که زمانی فاجعه‌ای بزرگ به نظر می رسیدند موهبت خداوند بودند. قطعاً الکلیسم در من هم از همان دسته بوده است. امروز من الکلی سپاسگزار و قدردانی هستم. من افسوس گذشته را نمیخورم و نمیخواهم در را روی آن ببندم. آن وقایعی که روزی باعث می شد احساس شرمندگی و خفت کنم، حالا به من این امکان را می دهد که به دیگران بگویم چگونه می توانیم برای نوع بشر مفید باشیم. ناتوانی جسمیم این نگرش را تغییر نداده است. اگر هم تغییری داده باشد، آن را قوی تر کرده است. مدتها پیش یاد گرفتم مشکلات جسمی و ناراحتی از آن نباید برایم مهم باشد، بلکه مهم کمک به دیگران است که احساس خوب و بهتر بودن را به من می‌دهد. همچنین یاد گرفتم که چگونه به خودم بخندم و خود را آنقدرها هم جدی نگیرم. من می‌دانم که تنها شخصی نیستم که روی کره زمین مشکل دارم. ای از طریق تجربیاتم در خدمات عمومی به من نشان داده که این برنامه چقدر گسترده و متنوع است. من به سرتاسر ایالات متحده سفر کردم و حتی چند سال قبل چند ماه در اسرائیل بودم. آنجا من در جلسات شرکت کرده و منشی جلسه‌ای بودم که در یک پناهگاه بمباران هوایی واقع شده بود. من هم مانند بقیه هم روزهای خوب و هم روزهای بد داشتم. برخلاف نگرشی که در روزهای مشروب خوریم داشتم، دیگر از اتفاقاتی که قرار است امروز برایم بیفتند ترسی ندارم. من حتی این شانس را داشتم که پدرم را در جلسات ای ببینم. ما در جلسات متعدد ای با هم بوده و طی این چند سال گذشته خیلی بیشتر از قبل با هم حرف زدیم. من فکر می کنم ما هر دو نسبت به گذشته آرامش بیشتری داریم و با زمان حال راحت هستیم. در چند سال گذشته من به مدرسه برگشته و زندگی جدیدی را شروع کردم. وقتی با ویلچر خود به اطراف می روم، از اینکه زندگی اینقدر فرق کرده متحیر می شوم و نمی توانم آن را تصور کنم و این برایم خوب است. ابزارهای هوشیاری و بهبودی در ای در دسترس من هستند تا در همه ابعاد زندگی از آنها استفاده کنم و تنها چیزی که نیاز دارم تمایل به انجام کارهایی است که پیش روی دارم. من سپاسگزار هستم که آدم مشروبخواری مثل من آنقدر خوشبخت بوده که زنده بماند، زندگی کند و به الکلی‌های گمنام برسد. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
آوایبور.com. دیدگاهی از بهبودی. دعای عاجزانه باعث شد این سرخپوست میکمک ارتباط پایداری با قدرت برتر برقرار کند. من فکر می کردم که چون سرخپوست هستم با دیگران متفاوتم. این جمله را از بومیان بسیاری در اولین جلسات AA شنیدم. من فقط شانه‌ام را بالا می انداختم و می گفتم شما فکر می کنید متفاوت هستید؟ من چی؟ من یک سرخپوست مو قرمز هستم. من در منطقه اختصاصی مخصوص سرخپوست‌ها در کانادا بزرگ شدم. وقتی جوان بودم سرخپوست میکمک مغروری بودم. خانواده‌ام شهرت خاصی داشتند. آنها مشروبخوارانی به شدت سخت و خشن بودند و من به این افتخار می‌کردم. به من گفته بودند که پدر بزرگم رئیس قبیله ما بوده، اما به خاطر تیراندازی به یک نفر به زندان رفته و مجبور به کنار گذاشتن آن شده است. زندان در خانواده من نشان افتخار بود، یا شاید من اینطور فکر می‌کردم. یادم می‌آید وقتی پسر بچه کوچکی بودم روی جعبه آبجو که در همه جای خانه‌مان فراوان بود می ایستادم و به خود می گفتم چند سال دیگر قدم اینقدر می شود. با این حال گاهی اوقات شاهد دیوانگی ها و خشم پدرم بودم که خیلی مرا می ترساند. قسم می خوردم که هیچ وقت مثل او نبودم. اما نمیفهمیدم که الکل و این دیوانگی ها به هم مربوط است. من همیشه فکر می کردم با بقیه فرق دارم. خیلی وقتها آرزو می کردم مانند دوستانم موی سیاه داشته باشم. در خانه ما با زبان میکمک حرف می زدند. اما من این کار را نمی کردم. همه با هم با این زبان حرف می زدند، اما وقتی با من حرف می زدند من به انگلیسی جواب می دادم. فکر می کردم نمی توانم میکمک را مثل پدر و مادرم خوب حرف بزنم. بنابراین تصمیم گرفتم اصلاً به آن زبان حرف نزنم. 10 ساله بودم که برای اولین بار مشروب خوردم. شب اول ژانویه 2 جام ودکا از والدینم دزدیدم. نمیتوانم بگویم تأثیری را که گمان میرفت داشته باشد را داشت، چون به حد مرگ بدحال شدم، بالا آوردم و اسهال گرفتم. روز بعد میترسیدم که پدر و مادرم چیزی بفهمند تا مدتی حواسم را جمع کردم. چند سال بعد، سال 3 دبیرستان، من و چند تا از دوستانم یک بطری عرق نیشکر از یک قاچاقچی الکل گرفتیم. من واقعا مست بودم و خیلی عالی بود. یادم میآید حس آزادی کامل داشتم و تا 15 سال بعد هم نوشیدم. مشروب خوردن بخش اصلی زندگیم شده بود و فکر می‌کردم امری عادی است. سپس خشونت، زد و خورد، اعمال غیرقانونی و تصویر آدم خشن به همراه آن آمد. خانواده‌ام به من افتخار می‌کردند و برخی خویشاوندان تشویقم می‌کردند. به مدت چند سال گاهی در کانون اصلاح جوانان بودم و گاهی بیرون. و 18مین سال تولدم را در زندان بخش بودم. وقتی به خانه آمدم می‌دانستم که دوستان و خویشاوندان بیشتر به من احترام می‌گذارند. چون در زندان بودم و مرد شدم، بنابراین غرورم به حد اعلا رسید. وقتی در بازداشتگاه جوانان که حدود 500 مایل با خانه ما فاصله داشت بودم، از سرطان مادرم باخبر شدم و فهمیدم که مرگش نزدیک است. توانستم مجوزی بگیرم و به خانه برگردم تا مدتی را پیش او باشم.
یک روز عصر خانواده‌ام از من خواستند که در خانه نزد مادر بمانم و دارویی را که لازم بود مصرف کند به او بدهم. من قبلا مقداری مشروب خورده بودم و دلم میخواست بیرون بروم و با دوستانم باشم و با کمال بیمیلی قبول کردم که نزد او بمانم. حالت خود دلسوزی داشتم و تنها چیزی که به آن فکر می کردم وقت خوشی بود که می توانستم با دوستانم داشته باشم. با بی‌حوصلگی و بدخلقی با مادرم برخورد کردم و وقتی از خوردن دارویش خودداری کرد آن را با زور در دهانش ریختم، سپس خانه را ترک کردم تا به دوستانم بپیوندم. صبح روز بعد در زندان بخش که در 100 مایلی خانه‌مان بود بیدار شدم. شیشه شکسته بودم و پلیس مرا دستگیر کرده بود. همان روز عصر وقتی در زندان نشسته بودم مادرم مرد. به من اجازه دادند تا برای مراسم کفن و دفن بروم. هنوز هم به یاد دارم که چقدر احساس تنهایی می کردم. حتی وقتی با خانواده‌ام بودم. این حادثه سالها فکرم را مشغول کرده بود. به خودم می گفتم سبک زندگیم بخشی از سرنوشت من است. درست مثل بسیاری از اعضای خانواده‌ام. و سعی می کردم اینطوری خودم را دلداری بدهم. اما تفکر حس پشیمانی را برطرف نمی کرد. طی این مدت فقط یک خاطره خوب را به یاد دارم. وقتی مادرم به حالت موت خوابیده بود، من با زبان میکمک با او حرف زدم. او خیلی خوشحال به نظر می رسید و به من گفت خیلی عالی است که من به زبان میکمک حرف می زنم. این خاطره برایم همیشه عزیز است. من با دختر جوانی ملاقات کردم که یک پسر داشت. روی او اسم گذاشتم و مشروب خوریم برای مدت کوتاهی کم شد. یک روز به پسرم قول دادم که منظور پسر آن زن. یک روز به پسرم قول دادم که فردا او را به سینما میبرم. از اعماق قلبم چنین قصدی داشتم و منتظر آن بودم. آن شب یک جام مشروب خوردم و این باعث شد که باز هم بخورم. روز بعد خمار بودم و چون قول داده بودم که بعد از ظهر به سینما برویم، یک جام مشروب خوردم که خودم را بسازم. باز هم این باعث شد که بیشتر بخورم و با گفتن این جمله خودم را توجیه کردم. پسرم خیلی بچه است و یادش نمی‌آید چه قولی به او دادم. روز بعد احساس گناه و پشیمانی داشتم و حس می کردم اصلاً آدم خوبی نیستم. صدای پسرم را شنیدم که با هیجان درباره سینما رفتن حرف می زد. نمی توانستم چیزی بگویم چون دیگر آن فیلم روی صحنه نبود. او را فرستادم سراغ مادرش تا برایش بهانه‌ای بیاورد. چند سال بعد وقتی آن دختر مرا ترک کرد و پسرم را با خود برد، دوباره به خانه قدیمی پدرم برگشتم. مشروب خوریم حتی بیشتر شد. احساس گناه، پشیمانی و ترس زیادتر شد. من به خاطر کم شدن آب بدن بستری شدم. سکته خفیفی کردم. یک هفته در بخش روانپزشکی بودم و چند بار دچار حملات ناشی از الکل شدم. اعتماد خانواده و دوستانم را از دست دادم. آنها دیگر نمی توانستند به من تکیه کنند. برای مدتی مشروب خوری را متوقف می کردم. اما دوباره شروع می کردم. من قطعاً می توانم منظور یکی از مؤسسان AA بیل دبلیو را از این جمله که در صفحه 4 کتاب بزرگ آمده بفهمم. اراده قوی سابق برای پیروز شدن دوباره برگشت. من مشروب می‌خوردم و فکر می‌کردم اوضاع بهتر می‌شود. من قصد داشتم اعمالم را درست کنم. قرار بود همه چیز تغییر کند. اما تغییر نکرد. هیچ چیز تغییر نکرد.
خیلی از راه‌های پیروز شدن در این نبرد را امتحان کردم. کلیسا رفتم و تعهد دادم. به یکی از اماکن مقدس بومیان رفتم. جرمی مرتکب می شدم و به زندان می افتادم. عهد کردم که از مشروبخواری شدید اجتناب کنم. هیچ کدام اثر نکرد. سپس برای متوقف کردن لرزش بدنم مجبور شدم مدتی قرص استفاده کنم. یک روز عصر در خانه طبق معمول دعوا شد. یکی از برادرانم از پشت با چاقو به من ضربه زد و من بیهوش روی زمین افتادم. در بیمارستان به هوش آمدم. به من گفتند یکی از شش‌هایم از کار افتاده و یک لوله در سینه‌ام گذاشتند تا آن قسمت آسیب دیده شش را از بدنم تخلیه کنند. فردای همان روز چند تا از دوستانم به عیادتم آمدند و یک بطری مشروب برایم آوردند. من هنوز هم مغرور بودم. هنوز هم آدم سختی بودم. در بستر دراز کشیده بودم و قسمتی از شش مرا تخلیه می کردند و من سیگار می کشیدم و مشروب می خوردم. بعداً در ای قدم 2 را زیر سوال بردم و تعجب می کردم که چرا سلامت عقل باید به من برگردانده شود. صادقانه می توانم بگویم هیچ کاری مؤثر واقع نشد تا اینکه به الکلی‌های گمنام پیوستم. بالاخره از یک مرکز درمان سر درآوردم و پس از تمرین یک برنامه 28 روزه حضور در جلسات ای را به طور منظم شروع کردم. مرکز درمان مرا با کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام آشنا کرد و من که فهمیده بودم تنها امیدم 12 قدم است آنجا را ترک کردم. به من گفته بودند که ای یک برنامه روحانی است و بهتر است که من یک قدرت برتر داشته باشم. از خدا یا قدرت برتر هیچ چیزی نمی‌دانستم و تلاش کردم که یکی پیدا کنم. در ابتدا فکر می کردم که چون بومی هستم باید روش‌های سنتی بومیان را انجام دهم. بعد فکر کردم شاید بهتر است به کلیسای منطقه اختصاصی بروم. بعد به نظرم رسید که شاید اگر به اندازه کافی در جلسات ای شرکت کنم و فقط آنجا بنشینم تصویری خواهم داشت که به بهبودی دست خواهم یافت. روزی یکی از اعضا از من پرسید آیا باور دارم که واقعاً قدرت برتری وجود دارد یا خیر؟ من باور داشتم که خدایی وجود دارد. او به من گفت همین کافی است. او گفت با این عقیده و حضور در جلسات قدرت برتری را که خود درکش می کنم پیدا خواهم کرد. امروز به خاطر آن پند حکمت آمیز سپاسگزار هستم. پس از 3 ماه شرکت در جلسات ای یک روز عصر پس از جلسه به خانه برگشتم. صدای موسیقی و خنده از خانه همسایه می آمد. آنجا مهمانی بود. برخی از رفقای مشروبخوارم در آن مهمانی بودند و می دانستم که بدم نمی آید آنجا باشم. نمی خواستم مشروب بخورم. اما آن مهمانی مانند یک آهنربا بود. خیلی می ترسیدم. خود را به خیابان رساندم. از تلفن همگانی به راهنمایم تلفن زدم. اما کسی جواب نداد. وقتی به خانه رفتم وحشت و اضطراب شروع شد. به اتاق خواب رفتم و کنار رخت خوابم نشستم. نگاهی به اطرافم کردم و این کلمات را به زبان آوردم. خب رفیق، فکر میکنم فقط من هستم و تو. نمیدانم باور میکنید یا نه، اما اثر کرد. همان کلمات ساده اثر کرد. اتفاقی افتاد. آرامش خاصی به سراغم آمد. اضطراب و دلواپسی در من از بین رفت. سپس دراز کشیدم و به خواب رفتم. آن شب خوب خوابیدم.
پس از مدتها برای اولین بار بود که خوب می‌خوابیدم. آن درخواست عاجزانه از خداوند اثر کرد. من صادق بودم و واقعا از خداوند کمک می‌خواستم. از آن روز به بعد می‌دانستم که قدرت برتری پیدا کردم و او به من کمک می‌کند. طی چند ماه آینده وقتی روی قدم اول برنامه بهبودیمان کار کردم، زندگیم کم کم تغییر کرد. من به صحبتها گوش می کردم و با یکی از اعضای قدیمی‌تر مطالعه کتاب بزرگ را شروع کردم. در فرهنگ میکمک آدم کوچولوهایی هستند که ما به آنها بوگالاتموس می گوییم. این آدم کوچولوها در کوه‌ها زندگی می کنند، اما اغلب دزدکی به خانه های ما می آیند تا ما را گول بزنند و معمولاً هنگام شب می آیند و ما آنها را نمی توانیم ببینیم. وقتی متوجه شدم که فصل 4 کتاب بزرگ منکران وجود خدا به نظر می رسد که تغییر کرده، به اعضای ای گفتم که بوگالاتموس کتاب بزرگ را بازی گرفته است. شما می دانید منظورم چیست؟ آنها هنوز هم هستند. حالا می دانم که بیماری روحانی باید نگرانی اصلیم باشد و هرچه من اعتقاد بیشتری داشته باشم مشکلات کمتری خواهم داشت. امروز اعتقادم از همیشه بیشتر است و هرچه اعتقادم بیشتر می شود، ترس و وحشتم کمتر می شود. برای شخصی که سالها در زندان، بیمارستان و بخش‌های روانپزشکی بوده، شخصی که نمی توانست مشروب خواری را ترک کند، فقط یک راه حل وجود داشت: الکلی‌های گمنام و 12 قدم. من خیلی خوشبخت بودم که به مسیر درست هدایت شدم. تغییرات قابل توجهی در زندگیم رخ داده است. به زودی دومین سالگرد هوشیاری مداومم را جشن می‌گیرم. طی 2 سال کل زندگیم تغییر کرده است. امروز خودم راهنمای چند نفر دیگر هستم. من معنای غمخواری را درک می‌کنم و آن را احساس می‌کنم. در حال حاضر روی قدم 8 کار می‌کنم و می‌دانم که وقتی جاده سرنوشت شاد را بپیمایم، شادی بیشتری به زندگیم می‌آید. خود ستایی ذاتی. هم تنها بود، هم بیکار. دادگاه به او حق انتخاب داد: یا به او کمک شود یا به زندان برود. و بدین ترتیب سفر او به سوی تعلیم پذیری شروع شد. من در یکی از شهرهای بزرگ ایالات میانی، مید وسترن، در اواخر دوره ازدیاد جمعیت بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدم. توضیح این که دوره‌ای که در آن بچه‌های بیشتری نسبت به حد معمول به دنیا می‌آیند. پدر و مادرم ثروتمند نبودند، اما هر دو شاغل بودند و در اواسط دهه 1950 آرزوهای آمریکایی را دنبال می‌کردند. پدرم پاسبان قدیمی بود که به مدرسه حقوق راه یافته و با بانک‌ها به عنوان واسطه املاک و مستغلات کار می‌کرد. مادرم فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های معروف و رشته اصلیش روزنامه نگاری بود. او به غرب آمده و با پدرم ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده بود. هر دو فرزندان اروپایی و از مهاجران پرکار و سخت کوش بودند. من و برادر بزرگم یک شنبه‌ها به کلیسا می رفتیم و در مدارس وابسته به کلیسای بخش حضور می یافتیم. ما به اندازه کافی داشتیم که بخوریم و ضروریات اولیه زندگی را و حتی بیشتر داشتیم. من بچه باهوش ولی شیطانی بودم. کم کم فهمیدم که دروغ گفتن بهتر از تحمل کردن پیامدهای شوخ طبیعیم می باشد. پدرم به اطاعت از قانون خیلی اهمیت میداد و خصوصاً از دروغگوها اصلاً خوشش نمی آمد. ما اغلب با هم در تضاد بودیم.
غیر از این مورد دوران بچگی من دوران نسبتاً شادی بود. بالاخره برادرم به دانشگاه رفت و من به تنهایی وارد دنیای پرمخاطره جوانی شدم. از دوستانم و شیطنت‌هایی که می‌کردیم لذت می‌بردم. آنجا بود که اولین تجربیات من با الکل شروع شد. در دوران بلوغ جمعه شبها آبجوها یا بطری‌های مشروب دزدی را با دوستانم تقسیم می‌کردیم. در مدرسه شایعه کردم که من هیچ وقت به اندازه قابلیت‌هایم پیشرفت نکردم. من احساس می‌کردم دنیا همه چیز را خیلی جدی می‌گیرد، در حالی که من خود را با مزه و دوست داشتنی و خونسرد می‌دیدم. دیگران مرا گستاخ و وظیفه نشناس می‌دانستند. ماهیت طغیانگرم کم کم پدیدار شد. در اواسط دهه 60 فرصتی دست داد تا برادرم را که در یکی از دانشگاه‌های کالیفرنیا تحصیل می‌کرد ملاقات کنم. این دوران هیجان انگیزی بود و تجربه‌های من در آنجا تأثیری ماندگار روی من گذاشت. همه جا موسیقی بود و رقص. تمرکز کردن برایم خیلی سخت شده بود. من آرزوی یک زندگی سبکبار و بی دغدغه را داشتم. پاییز 1968 پس از ترک 3 مدرسه مختلف فکر کردم که دیگر برای من کافی است. بنابراین کتابها را رها کرده و گیتارم را برداشتم و خانه را ترک نمودم و به وست کاست رفتم. در حالی که خیلی خوشبین بودم و قصد داشتم برای خودم زندگی خوبی بسازم. آذوقه ناچیزی که داشتم کم کم تمام شد. آنجا به سختی میشد کار پیدا کرد. کمی گدایی کردم، اما احساس کردم غرورم مانع از این کار می شود و این کار برایم خوب نیست و یا به احتمال زیاد هنوز خیلی گرسنه نبودم. زندگی فقیرانه ای را شروع کردم، اما آنقدرها هم که فکر می کردم زرنگ نبودم. وقتی هوا گرم بود زندگیم را در بیشه های نزدیک بزرگراه ساحلی می گذراندم. اوی شیرهای دریایی نمی گذاشت بخوابم. وقتی زمستان از راه می رسید در اسکله ها و خیابان ها پرسه می زدم. در انبارها و هتل‌های کثیف می‌خوابیدم یا با کارگران مزرعه که در دوره بیکاری به شهر می‌آمدند می‌گشتم. آنچه که به عنوان ماجرا شروع شده بود کم کم داشت به کابوس تبدیل می‌شد. وقتی کمی شراب یا ودکا می‌خوردم از این واقعیت تلخ کمی دور می‌شدم. وقتی مشروب می‌خوردم اعتماد به نفسم برمیگشت. مسیرم مشخص به نظر می رسید و برای آینده نقشه ها و رویاهای عالی در سر می پروراندم. مشروب خوردن برای رهایی از غمها به اندازه غذا خوردن برای زنده ماندن اهمیت پیدا کرد. همه این تصمیم ها و خودنمایی، خودستایی ذاتی وقتی متلاشی شد که به دام قانون افتادم. مراجع مرا دوباره به مید وسترن فرستادند، در حالی که غیر از لباسهایم چیز دیگری نداشتم. به وطنم که رسیدم داستانهای اغراق آمیزی از مردم بیگانه و اتفاقات عجیبی که برخی از آنها واقعی بود برای دوستانم تعریف می کردم و آنها خیلی متحیر می شدند. ما آشکارا برای مشروب خواری می رفتیم و همیشه هدفمان فقط بیرون رفتن و مست شدن بود. اگرچه گاهی اوقات در متوقف ساختن خود مشکل داشتم، اما دلم می‌خواست بیشتر امتحان کنم. احساس می‌کردم کلید موفقیت در مشروب خواری مانند نوازندگی است و با تمرین به دست می‌آید. بعد از مدتی دنبال کار گشتم و اغلب هم خمار بودم. شغل‌هایی که پیدا می‌کردم به نظر خودم مشاغل پستی بود. هنوز نمی‌دانستم که کلاً کار کردن هر چه باشد شرافتمندانه است. پرسنل نگهداری، آبکاری الکتریکی، کار تولیدی در کارخانه و صنایع داروسازی،
همه جزو سوابق کاریم بود. دزدی، تأخیر، غیبت، مرخصی و اخراج در همه سوابق کاریم به چشم می‌خورد. من داشتم به طور کلی ناامید و نابود می‌شدم. اما نمی‌دانستم که مشکل اصلی در درون خودم میباشد. در زندگی همیشه بهترین ها را می‌خواستم. ولی به محض اینکه می‌فهمیدم برای به دست آوردن آنها باید تلاش کنم، پشیمان می‌شدم. همیشه مراقب کیف پولم بودم تا برنامه‌ریزی‌های آینده من خراب نشود. با وجود مشروب خواری موفق شدم مقداری پول پس انداز کنم. با اولین پولی که جمع کرده بودم یک موتورسیکلت خریدم و این تنها وسیله حمل و نقل من نبود، بلکه سبک زندگی مرا تغییر داد. بیشتر دور و بر مسابقات سرعتی موتورسیکلت رانی می‌گشتم. اوایل بی تجربه و هیجان زده بودم. سخت بران، سریع زندگی کن و جوان بمیر. اینها قوانین جدید بودند. روزهای اواسط هفته را در میخانه ها ول می گشتم و آخر هفته ها در کلوپ مرکز شهر بودم. چند سال که گذشت حلقه محفل دوستانم کوچکتر شد. برخی از آنها به طور ناگهانی مردند. برخی کشته شدند، برخی به زندان رفتند و برخی سر عقل آمدند تا رها شوند و پیشرفت کنند. دوست جدیدی پیدا نکردم. بنابراین بیشتر و بیشتر خود را تنها یافتم. اواسط دهه 70 در صنایع فولاد استخدام شدم. این کار وابسته به اتحادیه کارگری بود و حقوق خوبی داشت. کمی بعد یک کار صنعتی به من پیشنهاد شد و من کارهای الکتریکی را یاد گرفتم. این کار پرحرارت، کثیف و خطرناک بود. در پایان هر شیفت کاری احساس می کردم امتحان سختی را پشت سر گذاشتم و کار شاقی کردم. بعد از اتمام کار اولین ایستگاه میخانه بالای تپه بود. بیشتر اوقات ایستگاه دومی وجود نداشت. یعنی دیگر از آنجا جای دیگری نمی رفتم. مشروب تنها ماده تفریحی نبود که آنجا وجود داشت و هیچ یک از آنها هم برای من ناآشنا نبودند. مهم نبود که پول داشتم یا نه. همیشه بعد از کار برای مشروب خوردن می آمدم. در حالی که آدم‌های دور و برم خانه می خریدند، تشکیل خانواده می دادند و به هر صورت مسئولیتی بر عهده داشتند، اما من از پس هزینه‌های زندگی و اتومبیلم بر نمی آمدم. فقط به این فکر بودم که هزینه مشروبم را پرداخت کنم. مستی شده بود تمام زندگیم. بعد از اینکه مقداری مشروب می‌خوردم، احساس می‌کردم در حالت عادی و قابل کنترلی هستم. من که تنها و منزوی بودم، تغییر کردم و آدم جمع گرایی شدم. لطیفه های من جالبتر بود. دخترها زیباتر بودند. بهتر بیلیارد بازی می کردم و جعبه گرامافون نغمه بهتری می نواخت. من می توانستم با مردم درآمیزم و با آنها باشم. گاهگاهی دوره‌های دانشگاهی مربوط به کارم را می گذراندم. با گذراندن وقت با مردم عادی کم کم فهمیدم که چقدر وحشی شدم. فردگراییم داشت به انزوا طلبی تبدیل می شد. همیشه مضطرب بودم و فکر می کردم در دایره خبیثی هستم. هیچ دوستی نداشتم. فقط چند آشنا داشتم و آسایش خاطر را فقط در بطری می توانستم پیدا کنم. اما حتی آن هم کم کم داشت بیفایده می شد. آرزوهایم خیلی وقت بود که ناپدید شده و در مسیری نامشخص قرار گرفته و اعتماد به نفسم از بین رفته بود و مشروب خواری هیچ یک از آنها را بر نمی گرداند. به بهداشت شخصی اصلاً اهمیت نمی دادم. خیلی وقتها سعی می کردم بدون مشروب زندگی کنم، اما سخت بود و آخرش نمی توانستم تحمل کنم. فقط بعضی وقتها خود را تمیز می کردم. مثل تعطیلات، مراسم تدفین،
مصاحبه شغلی و قرارهای عشقی و در آخر مثل کش لاستیکی به سرعت به طرف بطری برمیگشتم. برنامه‌های پرهیز از مشروب بی نهایت پر دغدغه بود. مارپیچ زندگی من رو به پایین در حرکت بود و حلقه هایش داشت کوچکتر می شد. سوابق رانندگیم شامل تصادفات بسیار زیادی بود که باعث تعجب پلیس ها می شد. من زیرکتر شده بودم و نسبت به دنیای بیرون بی‌اعتناتر و بدگمانتر. با وجود اینکه سالها بود قانون شکنی می کردم اما هیچ وقت گیر نیفتادم و دردسری برایم درست نشد. به ندرت مرا گیر می انداختند و موفق می شدم با شیادی یا روش دیگری قانون شکنی کنم. بالاخره یک بی احتیاطی از سالهای قبل گریبانم را گرفت و مجبورم کرد با سیستم قضایی فدرال مواجه شوم. احساس کردم مانند دلقکی هستم که چندین توپ را در هوا میچرخاند. هر توپ نشان دهنده یکی از مشکلاتی بود که من روی هوا نگه داشته بودم. غرور و عزت نفس رهایم نمی کرد. رؤسا، قضات، همکاران، وکلا، قبوض جریمه اتومبیل، هزینه‌های میخانه، رباخواران، پرداخت خدمات شهری، صاحب خانه ها، نامزدم، آدم‌هایی که به آنها نارو زده بودم. من همه اینها را منبع اصلی مشکلاتم می‌دانستم، در حالی که مشروب خوردن که مشکل اصلی من بود را نادیده گرفته بودم. مدتها بود حس می‌کردم می‌خواهم با ناامیدی از این چرخ فلک پیاده شوم، اما نمی‌دانستم چطور باید این کار را انجام دهم. اما قاضی دادگاه می‌دانست. به من توقیف در منزل دادند. توضیح این که نوعی تنبیه در برخی کشورها که فرد در خانه حبس می‌شود و اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارد. با دستگاه‌های الکترونیکی ناظر اعمالم بودند. آزادی مشروطم به شدت تحت نظارت بود و گاهی بدون اطلاع قبلی ادرارم را مورد آزمایش قرار می‌دادند. بعد از آن 5 سال حبس در بازداشتگاه در انتظارم بود. هنوز هم منزوی و گوشه‌گیر بودم تا اینکه برای مراجع مسجل شد که من نمی‌توانم با شرایط آزادی مشروط کنار بیایم. مهم نبود چه پیامدی داشت. من نمی‌توانستم مشروب نخورم و دست از تلاش برداشتم. دادگاه بالاخره مرا به خاطر تخلفاتم احضار کرد و 2 حق انتخاب به من داد. یا قبول کنم تا کمکم کنند و یا به زندان بروم. بعد از اینکه درست فکر کردم اولی را انتخاب کردم. حالا یا آنها خودشان را مرا به جایی میفرستادند یا خودم میتوانستم جایی را پیدا کنم. من دومی را انتخاب کردم و آنها به من 1 هفته فرصت دادند جایی را پیدا کنم. پس از اینکه تا آخر هفته کارم را به تعویق انداختم 3 روز طول کشید تا جایی را پیدا کردم. این همان وقتی بود که یک بار دیگر در نهایت ناامیدی، تنهایی و بدبختی تنها دعایی را که همیشه می‌خواندم را تکرار کردم. گفتم خدایا کمکم کن. اگر مرا از این گرفتاری خلاص کنی، هیچ وقت این کار را تکرار نخواهم کرد. اختیار زندگی از دستم خارج شده بود. دیگر در مهمانی‌ها شرکت نمی‌کردم. پولی نداشتم و اجاره خانه‌ام عقب افتاده بود. ظرفشویی در آشپزخانه پر از ظرف‌های کثیف بود و روی اجاق گاز پر از دیگ‌های کپک زده، کیسه‌های زباله و بطری‌های خالی تا دم در صف کشیده بودند. و چاه توالت گرفته بود. اجناس اسقاطی و مسروقه روی زمین پخش بود. مدت‌ها بود که لباسم را عوض نکرده بودم و غیر از 1 بسته ماکارونی، پنیر و کلوچه خانگی چیزی برای خوردن نداشتم. وقتی در می‌زدند،
داخل حمام می‌دویدم و از پنجره دزدکی بیرون را نگاه می‌کردم تا ببینم چه کسی برای دستگیری من آمده است. مشروب نخوردن یک انتخاب نبود، اما مشروب خوردن هم کمکی نمی‌کرد. در این وضعیت خانه را ترک کردم تا کارهای مربوط به بستری شدنم در بیمارستان را انجام دهم. از موقع ورود به آنجا چیز زیادی غیر از اینکه خیلی عصبی بودم یادم نمی‌آید، چون خیلی مست بودم. پس از چند ساعت احساس امنیت بیشتری داشتم. بیم و هراس کم کم تبدیل به آرامش خاطر شد. نمی‌دانستم قرار است چه بلایی سرم بیاید. شاید آنها می توانستند کمکم کنند. 5 روز اول از 17 روز که روزهای سمزدایی بود برایم مثل جهنم بود. غیر از افتادن در رخت خواب کار دیگری نمی توانستم بکنم. خیلی وقت بود تا این مدت طولانی هوشیار نمانده بودم. پس از 1 هفته احساس بهتری داشتم. بررسی محیط اطرافم را شروع کردم و سپس ارزیابی خودم. می‌دیدم که پزشک‌ها و پرستارها حرفه‌ای بوده و به کار خود تسلط دارند. اما احساس می‌کردم با آنکه چیزهای زیادی درباره الکلیسم می‌دانند، ولی همه را فقط در کتاب‌ها یاد گرفتند و تجربه‌ای در مورد آن ندارند. من به دانش و آگاهی نیازی نداشتم. من به یک راه حل نیاز داشتم. هیچ کس غیر از آدم ناامید نمی‌داند که زندگی بدون امید یعنی چه. شک و تردید در وجودم به دنبال روزنه و بهانه‌ای بود تا توجه مرا از وضعیتم منحرف کند. خوشبینی اولیه در من متزلزل بود. آیا همه چیز همین است؟ در میان پرسنل بیمارستان 1 نفر بود که با بقیه فرق داشت. او خیلی راحت و آزاد به نظر می رسید و برق خاصی در چشمانش بود. این مرد مثل بقیه مغرور و بد اخلاق نبود و وقتی داستان زندگیش را برایم تعریف کرد، با تعجب دیدم چقدر شبیه داستان زندگی من است. فقط داستان او پنهانی نبود. او گفت که عضو الکلی‌های گمنام است. چطور بود که داستان زندگی او اینقدر شبیه زندگی من بود، اما به وضعیت قبل از مشروب خواری برگشته بود؟ اینجا مردی بود که هوشیار اما خونسرد، متواضع اما ثابت قدم بود، جدی بود اما حس شوخ طبعی هم داشت. او کسی بود که می توانستم با او ارتباط برقرار کنم و شاید حتی به او اعتماد کنم. او فقط با بودنش در آنجا زندگی مرا نجات داد و تا به امروز حتی خودش هم این را نمی‌داند. طی چند روز آینده من هنوز هم خیلی حرف نمی‌زدم، اما گوش می‌دادم و مراقب بودم. درباره چگونگی کار الکلی‌های گمنام چیزهای بیشتری یاد گرفتم و با برخی اعضای آن ملاقات کردم. فهمیدم که برنامه آن چیزی نیست که وقتی به خانه برگشتند آن را در بیمارستان جای بگذارند. این برنامه روشی برای زندگی بود و فهمیدم که روحانیت است، نه دین. آنها را می دیدم که خوش می گذراندند و همه بر سر یک موضوع توافق دارند. اگر بخواهم مثل بقیه زندگیم را تغییر بدهم می توانم، اما در صورتی که تمایل داشته باشم آنچه را که آنها انجام دادند انجام دهم. من مجذوب این برنامه شدم. من بدبخت و فرومایه بودم، اما آنها به سراغم آمدند و از من خواستند که به آنها بپیوندم. فکر می کردم اگر می خواهم چیز متفاوتی را امتحان کنم بهتر است همین حالا شروع کنم. شاید این آخرین شانسم باشد. علیرغم همه اینها هنوز هم با مراجع قضایی سر و کار داشتم. اگر تنها بازی کنم هیچ چیز برای باختن ندارم. هیچ چیز برای از دست دادن ندارم. بنابراین کتاب آنها را خواندم. قدمها را کار کردم و از قدرت برتر تقاضای کمک کردم. همانطور که آنها پیشنهاد کرده بودند.
در آخر آنها توصیه بسیاری در مورد شرکت در جلسات به من کردند. خصوصا اولین شبی که از اینجا یعنی بیمارستان بیرون می روم. در یک بعد از ظهر آفتابی از آنجا بیرون آمدم. آن شب قصد داشتم به جلسه بروم. اما توی جیبم $10 پول داشتم و دلیل خوبی هم برای جشن گرفتن بود. 22 روز بود که هوشیار بودم و احساس خیلی خوبی داشتم. کم کم غرایز قدیمی من داشت غلبه می کرد. روز آفتابی، $10 پول، جشن، احساس خوب. قبل از اینکه بفهمم وارد یکی از میخانه‌های قدیمی شدم. وقتی وارد شدم بوی الکل به دماغم خورد و دهانم آب افتاد. در آنجا نشستم و نوشیدنی زنجبیلی همیشگیم را سفارش دادم. نمی توانستم فقط یک روز بدون مشروب زندگی کنم؟ با این سوال فهمیدم که بله، از وقتی به این روش ها عمل کردم احتمالاً می توانم یک روز بدون مشروب زندگی کنم. به علاوه من قصد داشتم آن شب به جلسه بروم و کسی چه می داند؟ شاید آنها آنجا دمسنج داشته باشند. توضیح این که دمسنج دستگاهی که با آن میزان الکل خون را اندازه‌گیری می کنند. پولم را برداشته از روی صندلی برخاستم و از در بیرون رفتم. تازه اگر می خواستم می توانستم فردا شب مشروب بخورم و همین قصد را هم داشتم. آن شب در جلسه همه وظیفه خود را انجام می دادند. به من خوش آمد می گفتند. من آدم‌هایی مثل خودم را می دیدم و این خیلی خوب بود. بنابراین به جلسه دیگری رفتم و همین حس را پیدا کردم. پس از آن جلسه دیگر فرداها آمدند و رفتند و تا امروز هنوز نیازی به خوردن مشروب پیدا نکردم. 6 سال را همینطور گذراندم. جلسات به من همان چیزی را دادند که راهنمایم آن را یکی از مهمترین کلمات کتاب بزرگ می داند. ای یک ما در زندگی من قرار داد. ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجز هستیم. من دیگر مجبور نیستم تنها باشم. عضویت و فعالیت مرا حفظ می کند و به من این امکان را می دهد که 12 قدم را کار کنم. هرچه بیشتر کار می کنم احساس بهتری دارم. من همه وقتم را با راهنمایم و افراد فعال در جلسات می گذرانم. آنها به من نشان دادند که قدردانی چیزی است که باید اثبات شود، عمل شود، نه اینکه فقط گفته شود و در واقع قدردانی در عمل است. آنها به من گفتند که من خیلی خوش شانس بودم که هنوز اتومبیلم را دارم، هرچند که اتومبیل قراضه‌ای بود. آنها به من یادآوری کردند که تو نمیتوانی به آدمی که ادعای علم دارد چیزی یاد بدهی. بنابراین تعلیم پذیر باقی بمان. وقتی رفتارهای قدیمی خود را دوباره پدیدار می‌کردم، آنها به من گوش زد می‌کردند. وقتی احساس خوبی نداشتم، به من می‌گفتند اعتقاد و تکیه به قدرت برترم را افزایش دهم. آنها به من گفتند فقدان قدرت مشکل من است و البته راه حل هم وجود دارد. من به زودی به ای تمایل پیدا کردم و مثل یک بچه باور کردم که اگر غرورم را کم کنم و مسیر آنها را به طور کامل دنبال کنم، آنچه را که آنها دارند را به دست میآورم و مؤثر واقع گردید. من شروع کردم و فقط میخواستم مراجع غذایی را از خود دور کنم. هرگز انتظار نداشتم که این برنامه مسیر زندگی مرا تغییر دهد و راه آزادی و شادی را به من نشان دهد. خیلی بی‌صبر بودم و همه چیز را فوراً میخواستم. به همین دلیل بود که داستان یک شخص تازه وارد و یک شخص کهنه‌کار را برایم تعریف کردند. وقتی شخص تازه وارد به کهنه‌کار نزدیک شد،
به پیشرفت‌ها و سالهای هوشیاری او غبطه خورد. کهنه‌کار به او گفت: با هم معامله می‌کنیم. 30 سال من به جای 30 روز تو همین حالا. او می‌دانست که تازه وارد باید چه چیزهایی را بفهمد. اینکه شادی واقعی در سفر پیدا می‌شود، نه در مقصد. بنابراین امروز با زندگی خیلی راحت‌تر هستم. درست همانطور که الکلی‌های گمنام وعده داده و می‌دانم که وقتی آنها می‌گویند همه چیز بهتر می‌شود، راست می‌گویند. همچنان که زندگی روحانیم پیشرفت می‌کند، شرایط من نیز به طور پیوسته بهتر می‌شود. کلمات نمی‌توانند احساسات قلبی مرا وقتی که فکر می‌کنم زندگیم چقدر تغییر کرده و چه اندازه پیشرفت کردم و چیزهای زیادی هست که باید کشف کنم توصیف کنند. هرچند که مطمئن نیستم این سفر در آینده مرا به کجا میبرد، اما میدانم که آن را مدیون لطف و رحمت خداوند و 3 کلمه 12 قدم هستم. ادامه بده، پیشرفت کن و تمرین کن. یک چیز دیگر هم به من گفتند. تواضع کلید حل مشکلات است.